فیسبوک هم بله در فیسبوک هم در گروه اصلاح تیوی هست. بله در صفحه ما در اصلاح تیوی در گروه اصلاح میتونید که برنامه را یعنی که از فیسبوک هم تماشا کنید. هر نفری که مشکل در یوتیوب دارد در فیسبوک هم برنامه را به شکل مستقیم میتونید که تماشا کنید. البته در نشر برنامه انشاءالله که برادران و خواهرانی که هستن کمک کنید تا اینکه افرادی که آگاه نیستن از این کانال یعنی وارد شوند تا اینکه برنامه را انشاءالله که یک جا برگزار نماییم. بله درست است احمد جان. فعلا برنامه در این کانال اصلاح لایف می رود و اینچنین در اصلاح انگلیش هم مثل که پیش نشر می شد در اون هم هست. بله درست. بله خوب. در گروه های فیسبوک انشاءالله که حدود 700-800 هزار آدم گروه هایی که هستند یعنی که برنامه منبر مهاجر نشر شد تا اینکه هم افرادی که امکانی یعنی آگاهی از کانال این کانال البته جدید نیست ولی بازم چون همیشه برگزار نمیگشت دیگر از این آگاهی ممکن است که نداشته باشند. به این خاطر در نشر برنامه چون برنامه های اول که شکل مستقیم در این پرتل یا که در این گروه میگذرد انشاءالله که امیدواریم آنانی که در این بله 100% خوب. ما انشاءالله که برنامه را آغاز میکنیم و امیدوارم که انشاءالله پس از این دیگر بینندگان عزیز و گرامی ما میدونند که در کدام کانال هستیم و برنامه های پخش مستقیم برگزار میگردد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ما اعطى ولله ما اخذ. بله واقعا بیننده عزیز و گرامی ما و شما حدود 9 سال بود در شبکه یا کانال اصلاح مبارزه به امان خود را البته با مقررات و همه آن قوانینی که شبکه یوتیوب داشت طبق آن عمل کردیم و هیچ مشکلی در عمل کردیم ما از نگاه قانونی یا حقوقی وجود نداشت. ولی خوب با ارسال شکایت البته ما اولین افرادی نیستیم که همچون پورتال سیاسی کانال یوتیوب ما بلاک شد
و این دلالت از آن میکند که بچهای گروه 24 هم 3 کانال را از دست دادن. البته امروز که ما و شما در این کانال اصلاح لایف برنامه برگزار می نماییم، ولی پس از چند ساعت هم کانال اصلاح پلوس که عبارت از تقریبا 81,000 نفر یعنی ابونچی دارد و 220 زیر 228,000 نفر کانال اصلاح بود که البته بلاک شد، و اینچنین کانال اصلاح پلوس که تقریبا 81,000 یعنی بیننده در آن آبونه هست و اون هم ممکن است ساعتی 10-11 شب یا اینکه همین دقایق مسدود شدن اصلاح پلوس هم در نظر است. دقیقا یک شکل هست و هیچ چیزی در آن رعایت نشده است از نگاه آن چیزی که خوب پورتال های سیاسی همیشه دارند چنین است. و واقعا هم شعر معروفی زبان عربی یکی از شاعران بزرگ عرب در این قضیه خیلی جالب فرموده است که میگوید ان الجراح اذا خبأتها شفیت فاكتم جراحك لا تخبر بها احدا كم من جريح شكى للناس لوعته فزاده الناس ألما فوق ما وجد إما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم إني لم أقل فندا إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. واقعا یعنی برای این روزگار و برای این حالاتی که ما و شما در اختیار داریم، یعنی جراحت ها اگر پنهان نگاه داشته شوند شفا می یابند. پس زخم های خود را پنهان نگاه بدار و به کسی نگوی. ولی این درد و این رنج مربوطی تنها من نیست. من یک مجری، من یک خدمتگار، من یک شخصی که در خدمت این ملت و مردم برای آزادی هستم. اگر این دردی من می بود تنها، پس اون شکایت یا اینکه آن چیزی که می گفتم تنها با خدای خیش می گفتم. ولی چون شبکه اصلاح شبکه مردمی است، چون دردی مادر، پدر، نزدیک و همه آن افرادی که عضو این ملت و شهروند تاجیکستان هستند همیشه گفته می شد و انشاءالله این گفتنهای ما هم ادامه پیدا می کند و هیچ چیز پیش راه ما را نخواهد گرفت. این قضیه معروف و آشکار است که امکان ندارد ما در این قضیه یعنی خاموش باشیم یا اینکه این قضیه یک مسئله باشد که خوب به همین شکل بگذاریم بریم. و باید یک مسئله مهم دیگر را نیز در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی باید بگوییم که یگان نوار شبکه اصلاح محو یا نابود نشده است. دقیقاً تمام بچه ها یا تیم های کاری اصلاح البته تا همان شب یک شنبه یعنی روز شنبه شب یا که همین شکل که کانال اصلاح کاملا مسدود شد، تمامی یعنی محتوای برنامه های اصلاح را در خود ثبت کردند و تقریبا در 4 دولت به یک شکل یعنی ثبت شدند که البته در ما اکثر نوارها بود و ولی باز هم دوباره هر یک کدام نوارها یعنی ثبت و ذخیره شد. و قبل از اینکه این کار بشود اگر در یاد داشته باشد همیشه می گفتم یعنی که ما کانال گوگل که در گوگل اصلاح تاچکا تیوی هم داریم و در حالتهای مشکلات پیدا شدن در یوتیوب می توانید در کانال یعنی که اصلاح تاچکا تیوی ما در گوگل که اگر بزنید فعلا تمام اون برنامه هایی که در اصلاح تیوی بود در کانال همون یعنی اصلاح تیوی گوگل موجود است که بدون هیچ مشکل می تواند هر نفری که برنامه هایی که از ما آینده نشر می شوند در اونجا ببینند. و چنانه که می گویند اگر الله به حکمت یک در ببندد باز درهای دیگری را یعنی که با حکمت ازلی خودش که دارد کشاده می کند. ما تجربه بسته شدن شبکه وسطیت یا اینکه پایگاه جمعیتی یا اینکه جمعیتی علمی و فرهنگی وسطیت که از سال 2007 تا سال 2014 فعالیتی گسترده داشت و الحمدلله هیچ مشکلی در آن تنها دعوت عادی و تنها مسائل شرعی، فرهنگی، تاریخی یعنی هر چیزی که مربوط به مسائلی که یک انسان
نیاز به حکمت، نیاز به علم، نیاز به معرفت داشت، در آن یعنی که پایگاه پیدا کرده می توانست. و اینچنین یعنی که جمعیت وسطیت ما دارای کتاب های زیاد ترجمه که در آن پایگاه همه آن کتاب ها و همه آن مطالب درج شده بودند. البته زیاد ما اون سالها یعنی فکر حفظی همون خود پایگاه ها به شکل دقت ندادیم، تا اینکه تمام آن محتوایی که در وسطیت بود، البته در هر دیسکا تمام مطالب هستند، ولی خود همان پایگاه حفظ نشد تا اینکه هرچی داخل آن هست برای آینده برای مردم و ملت خدمت کند. ولی خب دیگر ما این راه ها را گذشتیم و بالاخره مسدود شدن و بسته شدن وسطیت سبب گشت که پس از توقف یک و نیم ساله پایگاه اصلاح به کار شروع کرد. و پایگاه اصلاح الحمدلله تا به حال فعالیت خودش ادامه دارد. هیچ مشکلی در پایگاه اصلاح ما نداریم و ما تمام آن چیزی که لازم به حفظ این پایگاه هست الحمدلله در اختیار داریم که هیچ مشکلی در آینده با عون و کمک الهی البته امکانی از کار دور کردن پایگاه اصلاح نیست که ما در حفظ آن هر چیزی که از دستمان می آید انجام دادیم و این هیچ مشکلی در آن نیست. اگرچند که همیشه و همیشه مقامات یعنی رحمانوف و مقامات انتظامی کشور در صدد از کار بازگذاشتن شبکه پایگاه اصلاح همیشه کوشش میکنند، چون که اون چیزی که در یوتیوب هست این یک چیزی دیده شونده و یک مسائلی که مربوط به دیدن است، ولی پایگاه اصلاح تاثیر هزارها بار بیشتر از کانال یوتیوبی است. برای چی؟ به خاطر اینکه اونجا همون جنایت هایی که شما در یوتیوب میبینید اون جنایت ها در مطلب نوشته شده است و اون مطلب ترجمه به تمام زبان ها در چند ثانیه می شود. میدونید که از علم چگونه پیش رفته است، دیگر ترجمان لازم نیست، همون مطلب کپی میکنن میگذارن، نمیس هم میفهمش، فرانسوی هم میفهمش، انگلیسی هم میفهمش، روس هم میفهمش. هیچ مشکلی برای فهمیش محتوای اون چیزی که در یعنی که پایگاه اصلاح هست وجود ندارد. یعنی برای تمام افرادی که امکانی فهمیدن مسائلی که مربوط به یعنی تاجیکستان هست یا جرم و جنایت هایی که از طرف مقامات کشور صورت میگیرد در آن یعنی بعد آشکارا دیده می شود که هیچ مشکلی دیگر وجود ندارد. می توانند که تمام مشکلات و مسئله را به خوبی خودشان بفهمند و به خوبی وضعیت و حالتی که هست یعنی آگاه گردند. پس فهمیده شد که یعنی این کاری که در شبکه یوتیوب شد این یک مسئله ما انتظار این از قبل ها داشتیم که چنین کارهای حتما اینها باید انجام تیند و صورت گیرد، ولی این یک مسئله نیست که ما را از راه مبارزه یا از راه یعنی در مقابل این رژیم باید بیستد ما را باز دارد. پس عمل کردیم ما در آینده یعنی که شنونه که با بچه ها در صحبت داشتیم بای بیس پراویلش شروع شد. بای بیس پراویلش یوتیوب بود که یعنی که تمام رعایت ها در اینجا کرده می شد تا اینکه ما بادا هیچ مشکلی یعنی با وجود نآید. ولی دیگر بای بیس پراویل در گوگل هر چیزی که امکان، چون که اون کانال شخصی ماست و هیچ کسی اونه یعنی که حق ندارد که از ما یگان قاعده یا مقررات بر از ما طلب کند بپرسد که طبق این مسئله شما باید کار کنی، طبق این مسئله باید کار کنی. چنین چیزی در ما وجود ندارد. البته باز هم انتظارم تا اینکه همین کانال در رومبلر هم که در اونم در گوگل هست زیاده از حدود 60-70 میلیون بیننده دارد، در اونجا هم دیگر فعال کنیم. ولی دیگر همه آن نوارهایی که آینده از اصلاح نشر میشوند در یوتیوب ما نمیگذاریم و دیگر زحمت زیاد در یوتیوب تنها همین پخش های مستقیمی ما هست که انشاءالله در اینجا، ولی این پخش های مستقیم در کانالی همون اصلاح تیوی گوگل و یا اینکه اصلاح تیوی که در رامبلر کشوده می شود در اون هست. این کندی در تلگرام کانالی ما هست که همیشه می گفتم پادپیسات به شبکه یعنی که تلگرامی را انجام بدید تا اینکه هر مشکلی با وجود آمد انشاءالله که ما در اون اعلان ها و همه آن
حادثاتی که صورت میگیرد در اون انشاءالله که اعلان خودمان میکنیم. و البته فعالیت های ما به همون شکلی که هست ادامه دارد تا 353 برنامه نامه ها از ناحیه ها تا 51 نگذاشته بودیم که همون نورآباد بود، نامه ایمه را علاهیده نشر کنید نورآباد، اون نشر نشد و این چنین دیگر 52 53 54 55 نامه های علاهیده آماده به نشر هستند که اونها را هم انشاءالله که در همین روزهای نزدیک ثبت های که باقی مانده تقریبا 80% نوارها در اصلاح تیوی گوگل گذاشته شده است و باقی مانده آن چیزی که هست در اون گذاشته می شود و پخش های مستقیم یا اینکه منبر مهاجر هم در گوگل گذاشته شده است و این چنین در این کانالی که فعلا قرار دارید برنامه های منبر مهاجر هم تقریبا 70% از 65% بیشترش در اینجا هست، چون تا تقریبا یعنی که 201 برنامه ثبت شده گذاشته شده است و باقی مانده برنامه ها یعنی که هم پخش مستقیم در اصلاح میرفت و هم پخش مستقیم در همین کانال یعنی اصلاح لایف میرفت که الحمدلله 1400 آبونه چی در این هست و تنها در این ما دیگر پخش های مستقیم منبر مهاجر برگزار میکنیم و برنامه های عادی و برنامه های مقرری اصلاح در اون اصلاح گوگل نشر می شود. البته تا امروز ما چون که زیاد مشغول نبود، منظور مشغول نبود که عددی افرادی که تماشا میکردن 100 200 300 نفر در گوگل همیشه داخل می شدن و اونقدر حجمی زیاد مشکل به وجود نمی اومد و فعلا به خاطر سرعتی تیزی که نوارها هر کجایش که خواسته باشه تماشا کنی در گذراندن در این ما ممکن است که در این یوتیوب که ما پول نمیدادیم، یعنی که پخش مستقیم یا که هر برنامه‌ای که میکردیم ما پول نمیدادیم، باز ماهش میشد 200 سوم 300 سوم 250 سوم باز هم میداد، ولی در گوگل باید ما به خاطر این که نوارهایی که نشر میشوند یعنی که به خاطر سرعتی مثلا همون دیدن شب اون در خود گوگل نیست ولی در همون شبکه هایی که حفظی نوارهای ما را میکنند و در اونجا یعنی مخصوص نظارت هست و حفظی نوار هست و سرعت اینترنت هست ماهانه، یعنی که مبلغی که پرداخت میکنیم اون هست به همون شرکت، البته نه به خود گوگل، به همون شرکتی که نوارهای ما را یعنی که در خودش حفظ میکند. اگر در رامبلر کنیم در اونجا هم مثل یوتیوب پول نمیدیم، فقط خودی همون شبکه، ولی اون هم بعضی مقررات و قاعده های دارد. اما دیگر گوگل باید که ما پرداخت اون چیزی که هر ماهش هست اونا بکنیم و پس از اون دیگر هیچ مشکل انشاءالله در پیشبرد کارهامون وجود ندارد و امیدواریم که انشاءالله ما شخصی نیستیم که بگیم خلاص که دیگر کانال مسدود شد و ما دیگر ادامه مبارزه نمیکنیم، نه چنین نیست و انشاءالله تا وقت نفس میکشیم در مقابل رژیم رحمان و با شکل‌های گوناگونی بهتر و خوبتر یعنی که کارمون شروع میکنیم. البته خود اصلاح در مورد ثبت نام و رسمی شدنش الحمدلله کارمون ادامه دارد و امیدواریم که انشاءالله با شکلیت رسمی خود شبکه اصلاح که امکانی پیدا شدنی شبکه تلویزیونی و عملکردهای رسمی که امکان عملکرد در آینده از ما وجود دارد، حتما انشاءالله که ما در این راستا همچون شبکه یعنی تاجیک زبانه که فعلا هیچ شبکه به زبان تاجیکی که مستقیما تمام جنایت‌های رژیم هم سامانه داشته باشد و هم یعنی که کانال یوتیوبی کلان داشتیم که در پورتال سیاسی تاجیکی به شکل خوب الحمدلله که عمل میکرد و در آینده هم امیدواریم که انشاءالله با موفقیت‌های خوبتر در این قضیه و در این زمینه انشاءالله که کارمون ادامه بدیم. خوب بیننده عزیز گرامی، در این عملکردهایی که صورت گرفت البته ما میتونیم بگیم که نوارها یگان تاش از نوارهای جدید که مشکل داشته باشد از سال 2023 24 25 26 نوارهای قدیم هستند. نوار 2019 2020 21 همینا در سری همون یگان مشکل یعنی که جدی نبود
مشکل فقط همون 8 ثانیه 10 ثانیه اینترویی که یک دو سه میبره، یک دینگ 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 یک موزیک میزند برای سری. مشکلات اساسی در همون است، در همون بود که ما حتی همه اون چیزی که بود بچه‌ها کار کردن همه را بریدن که ما یگان چیز فعلا نداریم در یوتیوب. از اون اگر یوتیوب دوباره هم برقرار شود اصلاح، سرهای برنامه که گذاشته شده است تنها از سلام علیکم من شروع می شود، دیگر قبل همون 8 ثانیه 10 ثانیه همون است. یعنی که مشکل این مسئله قضیه چی است؟ قضیه یعنی فرمایشی است البته، و بسیاری از برادرانی که همون اینترو را دارن پس از حالا میگیم همونها را ببرن پرتاین تا دیگر هیچ سلاح در دستی رژیم باقی نماند. البته اینو خواستن که یکن ما را به همین شکل گویا وادار میکنن که دیگر تمام کار ادامه پیدا نکند، ولی نه، کار برعکس بهتر و خوبتر می شود، چون که هر چیزی که مسدود شد پس یک چیزی که اصلاح مثلا پیدا شد در وقتی که وسطیت یعنی که مسدود شد، چون که ما اصلا کارهای فرهنگی علمی اونچه که مربوط به علم و فرهنگ، اونچه که مربوط به دین شریعت فرهنگ فقه بود و این کار داشتیم، ولی وقتی که اونها بستن پس جوش اصلاح گرفت. ولی وقتی اصلاح یوتیوب بسته شد پس در گوگل دیگه هر سر میخزه که یک چیز خوب هم میبینه و هیچ کس ما را نوارا مسدود کرده نتونه، مقررات نداشته باشه، یگان چیزی معینی وجود ندارد. به همون خاطر خوب دیگر الله سبحانه و تعالی همه وقتی که کاری را عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. یعنی که بسیار چیزایی هست که ما دوست می‌داریم ولی اون بد است برای ما، بسیار چیزایی که بد می‌بینیم ولی اون خوب است برای ما، الله می‌داند بلکه ما نمی‌دانیم. ولی که مثلا شما نمی‌دانید، منظور وقتی که خطاب است الله یعلم و انتم لا تعلمون، الله می‌داند شما نمی‌دانید، چون که الله سبحانه و تعالی آگاه هست و می‌داند همه آنچه که برای ما بهتر و خوبتر است. خوب دیگر ما کارمون انجام دادیم و کارمون انجام می‌دهیم و کارمون ادامه می‌دهیم در همون شکلی که پیش بودیم، به همون شکل ان شاء الله که کارمون با وضعیت و حالتی همون پیشینه کارمون ادامه پیدا میکند. امیدوارم که ان شاء الله در قضیه همه آن چیزی که ما تا امروز انجام دادیم و اومدیم و انجام یعنی که در آینده میتیم در این هیچ مشکل ان شاء الله در آینده اگر مشکل شد با کار دیگه هم میکنیم، پس هیچ مشکل یعنی در قضیه ما ان شاء الله امیدوارم که دیگر وجود ندارد که ما چیکار کنیم وضعیت یا حالت به شکل بکنیم که یعنی گویا تسلیم شدیم و رحمانوف برنده شد. نه، هرگز رحمانوف برنده نیست، هرگز رحمانوف برنده در مبارزه‌ای که ما یعنی که انجام میتیم امکان ندارد که ما در این قضیه یعنی که دست خالی بشینیم. پس ان شاء الله امیدواریم وضعیت و حالت همه ملت عزیز میدوند و میفهمد که ما کارمون و همون شکلی که بود ان شاء الله که ادامه پیدا میکند و در ادامه پیدا کردن کارمون اصلا یگان نمود خیلی توقف ان شاء الله که وجود ندارد. خوب بیننده عزیز و گرامی، وضعیت و حالت چنانه که گفتیم همین است و امیدواریم که ان شاء الله در آینده نیز کارهای خوبتر و بهتر از آن چیزی که تا امروز انجام دادیم ان شاء الله که ما انجام میتیم. خوب فعلا اون چیزی که کارمون انجام داده استیم این کار چی است؟ این یعنی ادامه همان کارهای سابق ما و شماست که ان شاء الله در روند مبارزاتی که ما انجام میتیم ان شاء الله هر یک قدم شما از آن با خوبی ان شاء الله که آگاه میشید و این قضیه نیست که ما دیگر در این مسئله یعنی به شکل باشیم ما مقصد دست پایان کنیم یا دست ها پیشی بر بگیریم تا اینکه چی شود، تا اینکه یعنی ما تسلیم رحمانوف شدیم و دیگر هیچ مشکلی برای یعنی که این قضیه ها وجود ندارد. نه، ان شاء الله ما کارمون انجام میتیم و در آینده نیست کارهامون در ادامه مبارزات خودمون ان شاء الله که به شکل های بهتر و خوبتر انجام میتیم و هیچ مشکلی نیست. ما یعنی که اگر چنده که در نگاه گمانی نیک به الله من همیشه داشتیم و داریم، چون که انسان هر گمانی که داشته باشد و خداوند به گمان بندش نزدیک است و به همون شکل می شود. ان شاء الله ما
یعنی که آن چیزی که شد خوب دیگر وقت است، لکل شیء اجل، هر یک چیز یعنی که آغاز پنهان دارد، هر یک چیز اجل دارد، یعنی که وقتش میرسد از بین میرود، وقتش میرسد جایگزینش چیزی دیگر میشود. یعنی هیچ چیز گفت روسو پاپوک زمله نیست، نوفی زمین نیست که تا نهایت ادامه پیدا کند. یا او رحمان است، یا اصلاح است، یا انسان است، یا هر چیزی که از زوال یابنده است، تنها یعنی که باقی مانده یا ماندگار الله خودش است. پس ما اینا خوب میدونیم. برای هر یک قدم ما و شما معلوم است که یعنی که ضرر فکری و ضرر عملی که اگر یک نفر در جای من باشد که 24 ساعت صدا ثبت کند، بنویسد، زحمت بکشد، البته همه آنچه که نوشتیم ما بازم میگم هیچ جای گم نشده است، هیچ جای مشکل پیدا نکرده است و سایت هست، یعنی که پایگاه اصلاح وجود دارد و همه مطالبی که شما در نوارها میدیدید در یعنی که پایگاه اصلاح هست. بیشتر به خواندن هم کوشش کنید که بخونید، بیشتر ویدیو تماشا کردنم، یعنی که من خودم اونقدر در دیدن ویدیو مفهوم اساسی را نمیگیرم، آنچه که میخوانم یعنی که بیشتر مفهوم اساسی را میگیرم. پس یعنی که پایگاه اصلاح میتونید که در تلفن های اندرویدتون اسکچت کنید، اصلاح تاچ کنید بزنید و میتونید که ذخیره یا بارگیری کنید. صمیمه اصلاح در تلفن اندرویدتون جا میشود، در آیفون نه. آینده کوشش داریم ان شاء الله که در آیفون هم جایگزینش میکنیم، چون که برادرای هستن ما تماس گرفتیم که در آیفون هم دیگر همه آن چیزی که در اندروید میشود، یعنی ذخیره کردن برنامه‌های شبکه اصلاح، یعنی پایگاه نوشتاری اصلاح در آیفون هم یعنی زمیمش پیدا میشه. ولی حالا هم در آیفون میتونید در گوگل در اومده اصلاح تاچ کنید زده همه مطالب اصلاح یعنی که بیشتر بخونید، چون امکانی صدمه هایی که به وجود می آید ممکن است الله سبحانه و تعالی ما و شما را خبر میده تو بیشتر بخونید، چون که اقرأ بسم ربک الذی خلق اولین چیزی که انسان الله سبحانه و تعالی یا که پیامبر ما و شما را خطاب کرد این به خواندن بود. بخوان یعنی خواندن، بخوان. پس ما هم شما را در این صدمه هایی که با وجود آمد یا با وقوع پیوست امر به خواندن میکنیم، چون که خواندن یعنی معلومات های بیشتری شما میتونید پیدا کرده و گرفته. همه آنچه که در نوارهای ما نشر میشدن در پایگاه اصلاح هست، بدون هیچ مشکل شما میتونید که همه آنچه که در نوارها بود در پایگاه اصلاح هست، هیچ چیزی نه حذف شده است و نه ادلیت شده است و نه از بین رفته است، همش هست و همه را میتونید که در پایگاه اصلاح انشاءالله که ببینید. و اگر خواسته باشید ببینید در اصلاح تاچکا تیوی میتونید که ببینید و تماشا کنید. اگر اونم مشکل براتون هست در تلگرام اصلاح تمام برنامه نامه ها از ناحیه ها از یک شروع کرده تا 253 یعنی که در تلگرام اصلاح گذاشته شده است و این چنین در فیسبوک هم اکثری برنامه های اصلاح بدون استثنا یعنی که تقریبا 2 سال اخیرش در اصلاح تیوی فیسبوک یعنی هست، میتونید که در فیسبوک هم یعنی که تماشا کنید. یعنی هیچ چیزی که ما انجام دادیم اون حذف و دلیل گم نشده است، یعنی همش وجود دارد و همش یعنی که هست. پس تنها یعنی که جستجو کردن و گفتن و دقت دادن این خودش یعنی که سبب بیشتر دیدن شما یا اینکه فهمیدن یا آگاه کردن یعنی که مردم بود و بیننده عزیز که انشاءالله در آینده نزدیک میتونید ما بدونید که من با یک بینندم با کار ما انجام میتیم. چرا؟ چون عملی من به خاطر رضای الله هست. الله سبحانه و تعالی فهمید برای من کفایت کننده است. یعنی فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم و هو سمیع العلیم. نگاه کنید الله شما را بسنده است و اون شنونده و دانا هست. یعنی تو عمل انجام میتی یعنی که الله سبحانه و تعالی میشنود و دانا هست، علیم است. درست. پس عمل کردیم و شما وقتی به خاطر الله باشد پس هیچ مشکلی در اون نیست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله اجر آنانی که محسن عمل کننده یا که اجر عامل الله از بین نمیبره، ضایع نمیکنه، از بین نمیبره. چرا؟ چون به خاطر الله هست. ما به خاطر پول میکردیم، به خاطر شهرت میکردیم، به خاطر یک چیزی، پس اون تمام رفت، از بین رفت. ولی وقتی که کار به خاطر الله باشه پس اون ماندگار است.
نزد الله هست، کرامان کاتبین نوشتنش. یعنی اون عمل کردی که 9 ساله ما در مقابل رژیم رحمانوف بود، یعنی اون ثبت شده است، امکان ندارد که یعنی اون از بین رفته باشد. ولی اگر به خاطر الله نبود، به خاطر شهرت بود، به خاطر دنیا بود، به خاطر هر چیزی دیگری که بود، پس اون ماندگار نیست، پس اون امکان ندارد که ماندگار باشد. همین خاطر است که ان شاء الله من که عمل کننده هستم و من که یعنی در این مسئله کار ما انجام دادم و خاطر الله بود، چون هیچ چیزی جز رضای الله نخواستیم و استواری ما ایستادن منم در این مصیبت ها میدونیم که لله ما اعطا و لله ما اخذ، الله داد و الله گرفتش. پس رحمانوف هم باید بدونه که هر چیزی که میآید میرسد و اون ابدی نیست. خودشم بارها میگه در سر ما هم بستگی نیست، ما هم یه روز میمیریم. هر رنگی که میمیری دولتت از بین میره و نظامی تشکیل کرده از بین میره، ولی ما یعنی که اینی معکم من المنتظرین، ما از جمله منتظرینیم، از جمله کارهامون انجام میدادگی. ان شاء الله که بیننده عزیز گرامی با صراحت کامل براتون میگم هیچ مشکلی در عملکرد آینده ما وجود ندارد و ما کارهامون در پایگاه اصلاح که بتونید اصلاح تاچ کنید ببینید. نوارهای گذشته 80% در گوگل فعلا مانده است، اصلاح تاچ تیوی، و این چنین در گروه تلگرامی، یعنی نامه ها از ناحیه ها در تلگرام مخصوص و گروه تلگرامی خود اصلاح که هست، و این چنین در این کانال میتونید که منبر مهاجر اگر در یوتیوب براتون لازم باشد در یوتیوب میتونید که یعنی که تماشا کنید. ولی دیگر نوارهای ما در یوتیوب یعنی نشر نمیشوند، تنها پخش مستقیم، تنها کارهایی که انجام میتیم پخش مستقیمون ان شاء الله در یوتیوب انجام میگیرد و دیگر فکری برگشت و جایی که در اونجا امکان مشکلات یعنی که آوردن وجود دارد، پس ما دیگر کارمون انجام نمیتیم. ولی ان شاء الله با اطمینان کامل میگیم ما هم زیق میشیم راستیش، یعنی هیچ کسی نیست که زیق نشود، ولی ان شاء الله که ما این مسئله نیست که ما دیگر فکر نداشته باشیم یا دیگر در قضیه بیستیم بگیم که نه یکن دیگه اصلاح و دلیل شد دیگه ما کارمون تا همینجا بود. نه، الله یگان مشکل وجود ندارد جز اینکه الله سبحانه و تعالی اونا برطرف نکند. نه اصابکم من مصیبت فمن انفسکم، هر مصیبتی که به شما میرسد از نفسای شما است و از شیطان است. پس ما مصیبتی که بالای ما اومد این یعنی که امیدواریم که نحسبه خیرا، خیرش احساس میکنیم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی از ما این عملهایی که تا این دقایق انجام دادیم پذیرفته باشد و آیندهش را نیز برای خودش، برای رضای خودش از ما ان شاء الله که بپذیرد. خوب، بله بیننده از الحمدلله بچه‌هایی که هستن یعنی که هزارها پیام و هزارها نامه از تمام بیننده های اصلاح تا امروز گرفتیم. هزار سپاس و هزاران یعنی که شکر به شما. الله سبحانه و تعالی ما و شما را باز هم به ادامه و استقامت بیشتر قوت بتید تا اینکه بتونیم کارهای را در این زمینه برای آینده نجات ملت ان شاء الله که انجام بدیم. ولی ما هیچ وقت یعنی از بین نرفتیم تا وقتی که نفس میکشیم و خون در بدن ما هست، ان شاء الله که ما در مقابل این رژیم هستیم و کارهایی به دیگر شکل انجام میدیم. ولی وقتی که بوی بیسپراویلا شروع شد، در بوی بیسپراویلا باز کارهایی میشود که دیگر در اوج یگان مقررات قانونی وجود ندارد. و خوب دیگر امیدوارم ان شاء الله تمام برادران و خواهرانی که در اینجا ما را میبینند باید بدونند که کانالی که همیشه ما پخش های مستقیم انجام میدیم همین کانال است و کانالی که دیگر نوارهامون میمونیم در گوگل هست و امیدواریم که ان شاء الله بتونیم همین ماه ایون یعنی که تا نهایتش کاملا دیگر یعنی برقرار جدی شود و ما یک کانسپسی در قضیه یوتیوب، در قضیه نوارهای اصلاح اتخاذ میکنیم که آینده انشاءالله بتونیم به شکل و کارهای خوبتر انشاءالله کارمونه ادامه بدیم. خب الحمدلله برادرانی که بار دیگر میگم نوشتن، تماس گرفتن، اظهار همدردی کردن، هزاران سپاس با یکایک شما. خداوند همه تا حفظ کند و برادرانی که در همین حالت هم بچهای اصلاح کار کردن، بچهای اصلاح تا حاضرم
کارشون ادامه دارد، هیچ مشکلی در کارشون نیست و یعنی که فعلا تا 365 نواری نامه ها از ناحیه ها یعنی که آماده شده است تا 355 تا 55 نواری نامه مرا علاهیده نشر کنید آماده شده است و 366 67 68 من خودم آماده کردم. یعنی اینگه که یه آدم دیگه باشد که دستش پیش کار نمیکشه، ولی 66 67 68 آماده برای نشر در یعنی که چی است، یعنی که ثبتش میکنن و اونها بچه‌ها میگیرن کار شروع میکنن و مطالب تا 363 نشر 64 65 تا 68 نامه ها از ناحیه ها همین خیلی ادامه پیدا میکنن و دیگر کارمونه در کجا شروع میکنیم؟ در یعنی که گوگل یا در رومبلر هم اگر که بچه‌ها بتونن کار انجام داده ان شاء الله، اگر یعنی که اسکچت کنن نوارها را بگذارن، یعنی که امکان داره در رومبلر هم یعنی که فعالیت ما شروع کنیم. امیدوارم ان شاء الله دیگر هیچ چیزی مانع کاری ما نیست و کارمان به همون شکلی خوبش ان شاء الله که ادامه پیدا میکنه. پس بار دیگر میگم اظهار سپاس از برادران امریکا، از برادرانی که در اروپا هستند، در روسیه هستند، در کره هستند، یعنی در انگلیا هستند، برادرانی که در مکزیک هستند، برادرانی که در نیوزیلند هستند. یعنی واقعا اظهار سپاس از هر کدام شما، از یعنی که خواهرای بزرگمون، از مادرامون که واقعا هم در این روزهای سخت با ما همراهمون بودن. اظهار مینه‌داری میکنیم و خداوند برای شما اجر و پاداشی بزرگ براتون الله سبحانه و تعالی نصیب و روزی بکند. خوب، فعلا همون کارهایی که بود یگان تغییرات در افراد وجود ندارد، چون که برادرانی که مسائل حقوق هاشون هم پرداخت میکردن، برادران در روسیه، برادران در امریکا، یعنی که حقوق های بچه ها یعنی که کارگرها را تا جای یعنی که پرداخت نمودن و تا هم همون برادرانی که یعنی که 250 یورو 18 نفر هستند و برادرانی که 100 یعنی که 100 نفره، گروه 100 نفره که 50,000 روبل یا اینکه 500 یورو، همون 25 نفر فعلا هم یعنی که هستند. از هم 25 نفر اگر تغییرات در این افراد نشد از 18 و 25 یعنی که چنانه که در قبل بود به همون شکل باقی مانده است. ولی برادرانی که به حقوق خودشون پرداخت کردن و میدونن که مسائل حقوق هست مستقیم یعنی که پرداخت می شود به شکل های تا اینکه برسد به بچه، هیچ مشکلی در یعنی که اون الحمدلله که نیست. تنها ما فعلا 1.5 معاش مانده است از یک برادر و یک برادر دیگه نیمش مانده است، یعنی که تمام معاش ماه می دیگه کاملا پرداخت می شود. یک برادرمون کاملا معاشش مانده است و یک برادر دیگه مون نیمی معاشش مانده است. یعنی که همین دو برادری که کار کرده ایستادند و معاش یک نیمش مانده است. و برادرانی که در قضیه سایت حرکت هست انشاءالله که خیلی چیزهای خوبتر پیدا شدن و جمع شدن، چندین نفر در تماس برآمدن، ولی بازم افرادی متخصصی که کاملا بتواند کار انجام داده نیاز داریم. انشاءالله که حقوقشان پرداخت میکنیم و میتونیم بگیم 2 برابر زیاد از حقوق کاری که در روسیه میگیرد در تاجیکستان میگیرد. حتی در روسیه میتونیم بگیم برابر همون کار ژورنالیستی یا کاری که در روسیه میکنند حقوقش برابر روسیه، ولی در خانهش نشسته. اینترنت مهم است، تمام در تاجیکستان هم باشه هیچ مشکلی نیست. تنها اینترنت داشته باشد، کامپیوتر و کارش انجام دادن بگیرد، هیچ مشکلی ندارد. یعنی حقوقش پرداخت میکنیم، تنها کارش انجام بدهد. بعد اون میتوند خودش با تیمی که لازم به کار کردن دارد اون تیمش خودش تشکیل میکرد که میتونیم با یک نفر دیگر هم خودش بگه که نمی نفر با من کار کند و خودش یعنی که کارش انجام دادن بگیرد. یعنی ما نیاز به همین کارگر داریم در آنچه که مربوط به چی است، مربوط به یعنی پایگاهی یا که سایت اصلاحات خواهان است. انشاءالله نیاز به یک کارگر داریم که اون بتواند یعنی که انجام کارهایی که در عهده‌اش گذاشته می شود انشاءالله که انجام بدهد. خوب، دیگر بیننده عزیز و گرامی تا اینجا آنچه که لازم به گفتن بود به خاطر یعنی که کار و آنچه که صورت گرفت گفتیم و انشاءالله که
همه اون چیزی که در آینده هست میتونید که در تلگرام اصلاح، اگر بیشتر کارم برادرانی که در تلگرام اصلاح تا حالا هم آبونه نشدن، پس آبونه شدن با تلگرام اصلاح فراموش نکنید، چون که تمامی یعنی که اون چیزی که آینده ما میتونیم خبر کنیم، یگون وضعیت و حالت هایی که یعنی که امکانی انجام شدنش وجود دارد، پس در شبکه تلگرام یا که در تلگرام میتونید که با یعنی که اصلاح نت آبونه شوید تا اینکه آینده هر چیزی که صورت میگیرد انشاءالله هر تغییراتی که صورت گرفت در تلگرام اصلاح اعلان همون انجام میتیم. البته در فیسبوک معین هست که کارمون انجام میتیم و دیگر همین است. انشاءالله امیدوارم بیننده عزیز و گرامی در قضیه های عمومی که ما و شما کارمون انجام میتیم دیگر هیچ مشکلی الله سبحانه و تعالی بالای ما در آینده مبارزه اگر صورت هم گرفت، پس بدانید که راهی که ما انجام دادیم چنین حالت ها را دارد و ما انشاءالله آماده به تمام اون چیزی که الله سبحانه و تعالی از ما اون میخواهد انشاءالله که آماده با انجام اون عمل ها هم هستیم. پس بیننده عزیز گرامی، راستش من هیچی از این کانال جدید او قدر زیاد یعنی که نمیتونم همه جوش دیده، باید دوباره بچه‌ها در من یعنی که برقرار کنن اینه تا اینکه من بتونم ببینم چی گپ است و چی خبر است. در یعنی که آبونه شدن به کانال اصلاح لایف هم کوتاهی نکنید تا اینکه وقتی که یعنی که آبونه چو میتونید آبونه شوید، میتونید نشوید. چرا؟ چون تنها در این کانال گفتیم گپا برنامه‌های مستقیم ما میگذرد و ثبت این برنامه‌ها در یعنی که گوگل گذاشته می شود که در گوگل دیگر میتونید انشاءالله برنامه را در اونجا با یعنی که ببینید و وضعیت و حالتی که گفته می شود یا اینکه ما میگیم در اونجا انشاءالله که از اونها یعنی آگاه خواهید گشت. خوب، فعلا دیگر قبول میکنیم با زنگی برادران کدمی که امکانی صحبت دارد مرحمت داخل شوید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امید خرسند میشیم که میبینیم انشاءالله یک هفته ده هفته که در مجازی ها که در همین صفحات اینترنتی نبوده برای مقاماتون یعنی ماه رمضان شو بود برای طاعت عبادت شو خیلی آرام بدن. در حقیقت از اما مقاماتون پرسان شدن که محمد اقبال سازه کنجای برنامه نمیکنه، گفتم انشاءالله که ساز است. پیغام ترسوندم براشو سلامت گفتن اگر که نباشه در مقصد برنامه نکنم و گپ راستش دیگه یگان چیزی نیست که ما تماشا کنیم یک حلاوتی همی چیره بریم. سلام رسوندن برات خیلی این انشاءالله میبینم با خودشو چی میگم داملا همو خداوند میگه که وقتی که یه بنده را یک راه شکل محکم میکنه با یه راه دیگهش میکشون. از او راه خوبتر عالیتر خوبتر با مو بهترش میکشون. انشاءالله که راه اصلاح بسته نمیشه، چون که اصلاح محمد اقبال اگر در سوریو که بره و اگر همونجا برآمد کنم و از خفاش میگیم برآمد میکنیم داملا در همون جایی تنها نمیگذاریم انشاءالله. برای که یک هم یگانه شبکه هست در مجازی تاجیکی بسیار بیننده داره و چیزای حقیقت هم میگه. یک بگیم مثل یک دادگاه شدگی هست. همین کمبغل آخه در تاجیکستان آزادی سخن نیست، آزادی مطبوعات نیست، آزادی هیچ وجود ندارد. مردم ترس دارن. همون درد دل خشوت یک جا همین اگه بگیم اول پروردگار خودشه همین اصلاحی که مردم درد دل میکنن، شکایت های خودشون میکنن، اگر چنده که مخفی از اسمش وکنن همین جنده میان درد دل خودشون میکنن. این در هر دور زمان بود. ما ان شاء الله امیدواریم که دیگه این واقعه ها روی نتیه و دست اون نفرایی که این شبکه ها را مقصد بلاک کردن خداوند دستاشو بشکنه دیگه با این کاری بد دست نزنن. و دیگه چی میگم داملا درباره وضعیت جهان؟ خیلی جهان در خودت معلوم که رحمانوف تا روز رفته ایستاده است، بگیم مرگش نزدیک اومده ایستاده است، اویله بزرگ شده ایستاده است. اگه همین شب و روز وقتی همون داملا که همه این بچه ها باید دست به کار شوند، باید این برنامه ها را زیاد بگیرند، برای که در دوری که رحمانوف با خیلی جوان خیلی بگیم قوت داشت غیرت داشت برنامه گرفته.
اگه گفتی هم گپو همی خراب پوست کردیم آوردیم در دم شیم. اکنون رحمانوف ان شاء الله رخصتش میکنیم. بعد رحمانوف در اینجا میبینی که خیلی جنگ جلو میشود. دیگه مخالفینی در کار نیست، یگان مقاماتی در کار نیست، یا خود به خود دست به گریبان میشن. ان شاء الله که شرمنده‌وار آمدگی نه، شرمنده‌وار از همین سر قدرت میروند دنبال. و همون خاطر دیگه یگان حرف دیگه ندارم دنبال. خداوند نگهدارت باشه، همین تنت صحت باشه، همین زبانت برو باشه که در همین کنار مردم باشی. سلامت باشی برادر. سلامت باشی. واقعا هم بچه هم زیاد نوشته ایستن. یگان مشکل وجود ندارد برادر. بهترین همه کارها خوب است، هیچ مشکل وجود ندارد. یعنی این طریق کارها در مبارزه می شود. مردم داملا دوستت میدارن، مردم مهنتو قدر میکنن، گوش میکنن. یک چیزای حقیقت دارن، بسیار 80-99% حقیقت داره. همین چیزا رو ما تجربه کردیم، امتحان کردیم. بعضی بچه‌ها بودن که میگفتن که به خدا همین را گفتن که محمد اقبال دروغ میگه. گفتم با والله قسم اگر همین 90% گفتم دروغ راست نباشد، 10% اگر که یگون نفر بافته کنه، نگم 90% گفتم من از امو منطقه خودم گفتم خلاصه برآوردم، امتحان کردم 100% داملا راست میگه. یگان کاری داملا بافته نیست. و هر حساب خداوند همین با اصلاح برگرده و سایت بکشوین. اگر که امکانات باشه که یگان امضا جمع کنیم یا که یکان صدا بگذاریم و در او امضا گذاری و صدا گذاری سهم میگذاریم داملا که سایت اصلاح بگردونن. همو گفتی هم گفت که در کنار دستیم ان شاء الله داملا. ان شاء الله. بارک الله. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. خوب، در قضیه نورآباد بعضی از بچه‌ها حاضر یک دقیقه برادر از الله و 7+70 یعنی یک سیاوش است. مردم بسیار بعد در نورآباد غم میداده است و میگفته است که من خطی محمد اقبال گپ زدم 50,000 سومانی گویا من وعده کسب گویا محمد اقبال که یعنی که میلیون براش دادن نگفته است و تا اینکه خودش کانال از بین برفتم بازم مبارزش دوام داده است. هیچ مشکلی نیست. گویا سیاوش برای من امنیتی نورآباد 50,000 سومانی گویا وعده کرد در مجلس و شهر نوکا گپ میگه، یعنی که گویا که ما کدمی را بعد فروخته داشتیم. بچه رای رسی هم گفته است که برای من پول پرتو، یعنی که اگر بخوای که یگان پرابلمات نکنیم 150,000 روبل روسی پرتو خیلی دلت نمیکنم گفته است. یعنی که کراکتور رایونی کهنه سیاوش لوبوی کس قطعی برو من هیچ کس گوش نمیکنم. ما گرینیم، ما یتیم فهم زدگیم، ما رستم هم زدگیم، رحمان و ای همه زور بود است سیاوش یعنی امنیتی گفتگیه که کراچی من فقط معلم گوش میکنم، یعنی که اس دیگه همه را من زدگیم. کراچی من پوفیکای همه کوشش کنید برای من پل بتین. فقط بچهای در رایون نوی، رایون کهنه، نورآباد، غرم، فیض‌آباد، این گپا همش گپای تهمت های دروغی هستند که میخواهند با همین شکل یعنی که پیش راه شما را بگیرن یا گویا که شما را اتهام کنن به اینکه گویا که ما را همین امنیتی سیاوش کسی های همین لعنتی گویا که یک مودا گویا پول میداد است. بعد اگر او بخواه 150,000 روبل شما را بتی یگان کسی یگان سنتین و یگان گپ خبر نیست. هر این برادرایی که از نورآباد می نویسن 24 یگان برنامه نامه ها از نویان نیست که این نورآباد نباشد. درست یعنی همینا می نویسن، همینا برنامه‌ای که برنامه‌هایی که نشر می شود همه همینا را این برادرایی که از نورآباد هستند به یگان مشکلات یعنی که می نویسن. پس این دلالت به چی میکند؟ دلالت به این میکند که یعنی هیچ مشکلی وجود ندارد، هیچ مشکلی یعنی که در عمل کردی ما وجود ندارد. اینا همش چیزایی هستند، وضعیت و حالت‌های یعنی که دروغ خودشونه، یعنی که میگن تا اینکه شما را بترسانن هیچ وقت به این گپ‌ها داده نشوید و هیچ وقت شما فکر نکنید که این گپ‌هایی که هست یعنی که راست هستند یا اینکه همینها به همین شکل ادامه پیدا میکنن. نه، این گپ نیست. هر چیزی که دارید نوشتن بگیرید و هیچ وقت به اینو پول نتید. خیلی که بسیار نوشتگی در برنامه نامه ها می رود اینها همش. و انشاءالله که اگر کارمون ادامه پیدا کند همین خیلی برنامه یعنی که در گوگل ما برنامه نماندن میگیریم و انشاءالله که خوب دیگر در تلگرام در گوگل موندن میگیریم
اصلاح تیوی که در گوگل است، انشالله مردم برنامه را دیدن میگیرن. به شکل برادرانی که در کانال های اصلاح انگلیش هستید، در هر کجای هستید پادپیسات ابونه شوید، هم به اصلاح انگلیش و هم به اصلاح لایف که فعلا برنامه پخش مستقیم ما در آن رفته ایستاده است. امیدوارم ان شاء الله کوتاهی نکنید تا بتونیم در وقت برنامه ها مثلا عدد بیشتری بینندگان ما و شما را ببینند و آگاه کردن. در پادپیسات کردن به شبکه های هم اصلاح انگلیش و هم یعنی که اصلاح لایف کوتاهی نکنید. این سببی یعنی پیشرفتی برنامه ها هست. خوب زلای ایسر بدرو 7+70. سلام علیکم. 7+70 7 صدای من است؟ الو صدا نیست. 7+70 پروردگار در دستت خار نزنه. پروردگار برادر محمد اقبال این امام علی رحمانوف میگون که اولش پروردگار اصلاح خطا و سمیت میبره گروچو منه انشاءالله رحمان. در رحمانوف اگر مردم ترا شو روز بگن هنرای ترکو این مردم کم میگن. ولدینا آقی پدر سر درنگی کپوس هیچی عقل نداری تو. در خطا ورج میگیری، خطا خیرورگ میگیری، ملو را فیرود منی خطا ای ملو اوس میدونی. آقی پدر رحمانوف در گیس برای رحمانوف ای سویت گب میزنی تو. آقی پدر رحمانوف ترا اگر این مردم ای کو اصلاح نه این مردم شو روز بگند کو ترا آقی پدر کمی تر رحمانوف نخوا که یا آقی پدر تر رحمانوف ملت خور که اگی تر رحمانوف تو والله قسم ای کو ایمی کورپشنده کو تو زهری به مردم کورپشه اگر بگذدی قای خون میخواه کو تر رحمانوف و چلق خونی مردم خوده سای تر رحمانوف. ای آقی پدری رحمانوف برادر محمد اقبال بله همینجا یک چاپلوس بود برادر محمد اقبال چاپلوس بگه میشوه گفت که میرم قروتاو خونه روت مینم در تاجیکستان. گفتم برا قروتاو و شیر و دوغش کن. گفتم تو همه جا قروتاو خونه تو گفتم برا قروتاوی و شیر و دوغ مون چاپلوس ها گفتم. پروردگار زنده و سلام باشی برادر محمد اقبال. والله قسم تو آوازات نشنیدم کو برادر محمد اقبال. والله قسم 1000 فیگر کردم برادر محمد اقبال. والله قسم در کارم رای گشتگیم فیگرم والله قسم در خدت بود برادر محمد اقبال. آوازات شنیدم والله قسم از این تا آسمون خرسان شدم برادر محمد اقبال. سلامت باشید. الله حفظت کنه یا انشاءالله. پروردگار برادر محمد اقبال یک از تاجیکستان اومد پرسیدمش والله قسم گفت یا سر میشوه گفت انشاءالله رحمان. گفتم برادر محمد اقبال آواز ناومد. یا برادر سلام باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. بارک الله. خوب بله واقعا هم برادران زیاد یعنی که همین خیلی بچه ها زیاد نوشته ایستن. بعضی برادران میگن خوب شکایت های ما زیاد موندگی راست میگن ای 353 دیگه به این طرف تا 368 یعنی که نامه زیاده از 14-15 نامه مردم یعنی که برنامه ها دیگر جای نشر کردن نبود که نشر شوند. یعنی تو این یعنی که ما تو دهم تو 363 باید نشر میشه یعنی تا همین روزا. ولی خوب دیگر تو وقتی که امکانی نشرش بود ما نشر کردیم. ولی وقتی که دیگر او کانال که چند وقتی که همین بلاک بود منظور که میدیدیم نوارها دیده میشد ولی دیگر نشر کردن نمیتونستیم.
همون اخیرون چیزی که بود من نورآباد موندم 51م تری کی نشد، یعنی گفت که نمیتونه نشر کردن. بله زلای میکروفون تان گیرون کنه گپ زنی. میکروفون تان گیرون کنه گپ زنی. بله الو صداتون نیست، صداتون از سر. میکروفون تون گیرون کنه بعد گپ زنی برادر. زلای چند برشی داخل میشید ولی گپ نمیزنید. خوب بله واقعا هم انشاءالله کوشش میکنیم که یعنی که ما در هر کاری را که شروع کردیم در پشت شدیم حتما یعنی که نمیگیم عمل میکنیم در برابر یعنی که گفتنمون با عمل هم داریم، یعنی لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی که باید نباشیم. ما پس انشاءالله که کوشش میکنیم در برابر گفتنمون حتما با عمل هم در برابرش داریم و انشاءالله برادرانی که امکانی با چی صحبت کردن ندارن حتما توسط یعنی که چی نام داره توسط واتساپ میتونید که چی کنید، توسط واتساپ زنگ زنید. رقم واتساپ باید میموندن نموندن بچه. رقم واتساپ همون رقمی سابق است. رقم واتساپ میتونید که در توسط واتساپ زنگ بزنید اگر یعنی که صحبت کردنی باشید. هیچ مشکلی وجود نداره انشاءالله. خوب بله واقعا بعض وقتی که آدم یک مسئله را به یک چیز عادت میکند و میرود، ولی وقتی که اون دیگر از چی گم شود دیگر مشکل است واقعا. همون خاطر عادت باید آدم ترک عادت وجوب مرض است. امیدواریم که انشاءالله آنچه که به عادت تبدیل یافته است اون دیگر به غیر عادت باید بشود تا اینکه ما بتونیم به غیر عادت هم کارمون انجام بدیم. همون رقم واتساپ. بله سلام علیکم. واتساپ فرمو. واتساپ وطن 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید. سلامت باشید. خیر. امیدوارم که وقتت خوش است جون دامی روزای که رحمان فقط گویو که یگم کورکاده خی باید بکنوخی. یا بگه که چی کیسای مشکلی نیست. مشکلی هم شوه یگم پرابلم نیست انشالله استوجو من خیال میکنم این مبارزه های باید شوه. اکی تاری نیست که باید با بلو پچه و مور پچه بگذاری برای مبارزه ده. این یک کانال محکمش کرده سانو بودم مای چی هسته کومی در کانال ایسلو هسته ها ماشه اونجا پارتوفتگی های. بله تمام بود دیگر کانال هایی که زده هم میگیریم استود یگم پرابلم نیست. بعد مثلا استوجون همون برادر یکم درام اد بود که اگر چیزای ایسلو یگم تش دروغ نیست همش 90% رسته 100% رسته. اگر که ذره دروغ میشید حکومت پروا نمیکرد. یعنی راسته که حکومت کتان شدرون دیسه ایس در میزنه ای در میدرویه ای در سرش میکنن پاتا ای در میدرویه. هم کجای همی ایسلو یعنی ما چی بگیم که در تاجیکستان همون کار نیست. برق نداره مردم. همینجا بچه ها کار میکنن استاد میگه که در جای ما میگه برق نیست. میگم چه خیل تویستان اکی توی درجه را گفتم پاعت همون دیکتاتر هم باشه تهمتش نکنین. نمیگه که نیسته میگه برق. گفتم چه خیل نیسته میگه این همه خیل زنگ میزنه میگه خونمون میگه برق هم میکشن. یعنی میگه جوی نمیگه گجاش دروغه. چی کاری خوب بگیه بله می استاد ایجا که چند قناه بودی محکم شد سپیسکمون پر شد پایز هوی میکدیم پایز تاجیکستان روسیه را بلیت 4000 سومون کردیم قریب. این پدنالت دیوم نگیره بی نخو $500 کنی بلیت قریب $450. یا بلیتی
عملیات ببینی چانس ما بلیت پویز ببینی بچه‌ای که توسطی یعنی که حتی ببینید که در آلمان پیگاسوس یک کمپانی ترکیه است از آلمان برای تاجیکستان، یعنی که همون آدمای مسافر را میبره، همین اویلا پره همون سیدلنیای همون پیگاسوس خریدگی های ابرد نه دوباره میفروشش تا اینکه دبالش با پول میمونه میفروشش. نگاه کنی یه بار کار گپ خبره. یعنی اینا این اویلا ظلمش، یعنی که هر کسی که میخواه ارزان کنه برای تاجیک، این باید که مجبورا قیمتش میکنه که تاجیک باید پول بسیار بده. یعنی یک چیزی که در 600 سوم میتونی تاجیکستان برای بر بگه ازبکستان کدومی که آلمان میروه در 600 سوم میروه آلمان، یعنی که ازبکستان بر میگرده. از تاجیکستان تویستون تو 16,000 سومونی را میرسه، یعنی 1600 دلار میشوه. در حالتی که بلیط 600 دلار 700 دلار تو ده ابرد نیای. یعنی این یک فقط خارجه را گفته هستم، من اروپا را گفته هستم. اگر روسیه کو در اختیار خودش لوپا خیلی مردم از ظلم میکنه. همین یعنی که هدف و وظیفه رحمانوف. بله ازبکستان همینجا مثال آوردی. ازبکستان بین المللی در فوتبال در اون جا گرفته. امروز پگاه میبروه فوتبال بین المللی در میشوه. بعد این قاب مصرفی که میدزده این بچهش پول را از خود میکنه، ما هم از یاد یکم جو گرفته نمیتونیم. طرف میگه تنها هم ملاجاجش هم ایش یکم ساعت در این اویلا موفق نیست. تمام جهان نفت گاز روسیه را زده بلاکاد کردگی. نفت گاز روسیه سگ نمیخره. نفت گاز توجیک یک جا می استود ای روسیه میاد درست در توجیکستان نفت گاز چانسن بلوه میگه که جهان در بلو شده، جهان بلو شده. یه روسیو اینا ببینید چه خیلی نمی مردم پان میکنه، شیطونی میکنه، اولادی کسافت. هم چوبلوسا همین را بفهمین. تمام جهان همین نفت گازی روسیه دست کشیدگی به غاز همین خیتای و قاینا میگیره. همین خیتای همه کم میگرفته. نیکی همون نفت گازی توکای همون جمعیه چرا اینقدر قیمته؟ برای که اویلا باید کار کنه. یافته چومو روخی توجیک چومو کدگیه ای اولاد چینگیز میچینه میگیرم پولا رفته سر کیه هم میگه که همین گروه ندرسته. میگه اونا در آسیای میونه اونا باید بخرن. میگه اون میگه اوجه در внутренний проблема اخچونه میگه چند برابر قیمت کاگی 100%. همه خیلی ایرا باید بدونه کجا همی اصلو گپش گپش دروغ باشه که حکومت ببرویه هم قضوانش درست میبرویه گپ میزنه. هسته یکم تبرویم بگیم نکیه اینم جا گپ دروغه. ما میبرویم میگیم تصدیق میکنیم میگیم گپ نیست. بگو بچه را ببرو بچه را میبرویم. بیا این اخی اون تونسیو دولت در دستونای سود دارین، پرکرور دارین، ملیسا دارین، امنیت دارین، همه چی دارین، ارمیا دارین. با یک همین اصلاح زورتون نرسید. برای اینکه گپ زنین، برای اینکه محافظت کنین. واقعا استادی خدا هم بتتاین هم خیلی میتتده آخی. همه خدا هم حق دارین هم خیلی میکنن. همه چی را دارن با هم یک اصلاح زورشون نمیرسه. برای که بگن که هم خیلی حق ده. در کار نکنیم برای اینکه محافظت کنین. یا فکر کن که گفتی گپا توی تمام که هم ساعت فایزینه با کپاتون دیگه خیلی سخته که شما دیگه یا وقت میخزه که در کانال اصلاح هم مرغ چرخ تو این دکان خونه تون نشر شده که از یک نشه. ما میدونی که سرسختون که بهتری و طریقتی اگه اون گپ فایده تو نداره. با همون خاطر با بعضی پروژه های دیگه هم میکشن یا هیچ پروژه فایده تو نداره. تا وقت رحمانوف هست اصلاح هست. تا وقت این اویله این نظامی ظالم هست ان شاء الله که خداوند هیچ وقت در مقابل یعنی که ظالم قرار نمیتیه مردم عادی را قرار داد در مقابلش با افراد را قرار میتیه که مبارزه برن. این حکمت الهیه. الله سبحانه و تعالی فرعون آفرید در مقابلش موسی را آفرید. الله ابو جهل آفرید
در مقابلش رسول اکرم آفرید که انا میخواد او سرکشی میکنه، یعنی که منع میکنه، میخواد رسول اکرم بکشه، در سرش 100 شتر سرخمو میمونه، ولی الله خودش حافظ است و الله خودش دینش نگه میکنه و محافظت میکنه. و انا همین مسئله سلامی که نام یکی از نامهای الله هست، در مسئله چی است؟ نام الله خودش سلام است و نام الله خودش دارای امنیت و دارای در مقابل یعنی ظلم است. الله خودش یکی از نامهاش در مقابل ظلم است. الله منتقم است. الله همه نامهای زیبایی که الله دارند ما حفظ میدونیمشون. نام زیبای الله سلام است و سلام در مقابل ظلم است و بنده ایش که مظلوم هست لانصرنک ولو بعد حین، اگر بعد از گذشتن چی قدر هم که باشد الله سبحانه و تعالی او بنده مظلومش نجات میدهد. ولی ان شاء الله امیدواریم که این مردم هر چی قدری که رحمان و ظلم میکنه همون قدر راههای دیگری پیدا میشه و الटरनेटिव در مقابل رحمان و فی. بسیار برادر رو میدونیم که کانال یوتیوبش بلاک شد، دیگه بس کرد، گفت دیگه نمیکنه بریزنه. ما از او افراد نیستیم که یعنی که در مقابل هر مصیبتی که میآید تسلیم شیم. تسلیم شدن وظیفه ما نیست، تسلیم شدن این اسلوب ما نیست، ما اسلوب تسلیم شدن قبول نداریم. بله استاد جان، ما فخر میکنیم، افتخار میکنیم و شکرانه الله میکنیم که در همین در برابر خودت هستیم و خودت اولی که هستی و در برابر خودت هستیم که اینجا میبرویم فقط مبارزه میبریم با همین اولادی کثافتی چنگیزی، با همین حکمت چنگیزیش. گجای هم تاجیکستان عدالت داریم، ما فخر میکنیم و خدا الحمدلله که این روزا را خدا ما در رسوند، شکرانه الله میکنیم. میرم نام راده یا میم در تاجیکستان هم میشیدم میزد من پروای فروختگی دوماد رحمانوف قطعی یا میمردم یا ای به سویتی کشتگی رحمانوف میمردم، ای پرودکتای قیمتیش یکم کاری دیگه شوخی بکشد خدا هم دام بکشد اوخی ای جدم هم بکشد هم خیلی این ما افتخار میکنیم انشالله که ما در این راه هستیم. استاد اوایی که قطعی رحمانوف افتخار میکنن استاد همیز آخران سخن مکنم ببرم برای هم پگاناشون افتخار میکنن یا صادقانه خدمت میکنن در همون رحمانوف، بدونن که یعنی یک بویفرندی آزاده امامعلی قیل اسب ای هم بوده بلوی، یعنی شما را رحمانوف همچون یک ریفولا یا پریزلاتیف استفاده میبره میفرته. این را ما بسو دیدیم و قدری شما همون شما کو قدر یا پراکلاکتیکای عزیز ما را ندارین یا پراکلاکتیکای همون قیل اسبا ندارین. بدون اختونم یه بار اختون اوینا در نگاه کنین، شما حقین یا همین مردم هم ذره به خدا ایمان داشته باشین، هوایی که ظلم میکنین نقشه میکشین، یه بار اختون اوینا در نگاه کنین، یه بار فکر کنین که شما حقین یا که این مردمی مظلوم مرد باشین. اقلا من نمیگم شما مسلمان، اگر مسلمان گو بازار در او زیدین تیزا گپ میزنن، مردک باشین یه بار خطونا فکر کنین همه بدونین پدن حالتو که نمیجا ما چورکا و جمشود رفشن شدگی هم کو شما هم خیلین هم قیقی شما پگان دارین در او اولاد کسافت خدمت میکنین، اما برای لقمه حلال خدمت. زنده و سلامت باشی استاد، خدا نگهبانتان و موفقیت عزیز از زودتر. خسته نباشه، هیچ وقت ضیق نشه، همه چیز هست، همه چیز میشود، هیچ وقت هیچ چیز ابدی نیست، همه چیز موقتی است در دنیا جز الله سبحانه و تعالی. به همون خاطر همه چیز الله با حکمتش نشانتون میده تا اینکه ببینید بفهمید که همین خیلی است. یعنی این مسئله و مصیبت هایی که میآیند همه چیز از میدگی کلان میشود جز از مصیبت اول ای کلانی بعد خرد میشود. ولی ما انشاءالله در مصیبت هستیم تا وقت رحمانوف هست، تا وقت رحمانوف هست بین نرفت هیچ مصیبت دیگه برای این ملت بزرگتر از مصیبت بدن رحمانوف نیست. اما خاطر هیچ وقت ضیق نشه. سلامت باشید. استاد جان نه خستایم نه ضیقم، چیزی که من میدونم خطا میدونی استاد. من همین یگم نمیام میکنم که اینجا شما میدونم میگم میخندیدی امجودا
روی میکنم که اینجا من میدونم که اینجا دارم طریق کردن من میدونم چیزی اکثریت مبارزه پشت پرده داره من میدونم برای همین ما خودمون میدونیم حکومتی که قطعی رحمانوف خدمت میکنن و تو پایان ما میدونیم چی گپای آخه زنده و سلامت باشی استاد سلامت باشه برادر بارکالله بله برادر هیچ وقت خسته نباشید ان شاء الله که همش به خوبی انجام مییابد و همه چیز یعنی که طبق آنچه که ما فکر داریم همون شکل رفته است. سلام علیکم. بله برادر گری سلام و درود استاد گرامی امیدوارم خوب هستین زنده و سربلند باشین پروردگار گجای باشین الله در امان رحمانش نگاه داره در پناهش نگاه داره انشالله پیروزی نزدیک است ما امیدوار هستیم انشالله این پیرسگی لعنت کرده که نامش امام علی با رحمان مونده ای این لعنتی چقر این پیرسگی چقرش میگی این لعنتی شکستش نزدیک انشالله امیدوار هستیم از الله بزرگ که ما تنها نمیگذاره ما انشالله پیروز خواهیم شد این لعنتی ها سگای مقامدارایی که امام علی فسمتیه چوپلوسی رودبای چوپلوسی زدگیان حرکت میکنن در مثال یگان ضرر رسونن الله شما خور کنکو شما لعنتی ها مردم دیدیستیم با وضعیتی بعد قرار گرفتگی میدونین همه چیه باز هم یک همون سگی وفاداری تونه هیچ همون سگی تونه نمیپرتوین الله شما خور کنه لعنتی و شما لعنتی و نمیترسین از الله شما از همین یک پیرسگی که بو گرفتگی لعنتی که به خدا هست دین سیده لعنتی هست از همین طرفداری میکنین از همین سگ میترسین خر بریدن کردگین لعنتی و نخوا از همین کی است که یک چقر لعنتی شما گوزینی کرده پرت افته الله شما خور کنه از همین میترسین از الله نمیترسین آن مردم شما ده چی میگم باید شما دیگر ترس کنار گذارین هموطنان این ترس شما نیستی شما به نیستی بردن این ملت و این سرزمین است برای همین شما تنها از الله ترسین چقدر که از این ظالمی بدخواه که ترسیدین همون قدر ظلم بد همون قدر عذاب همون قدر مشقت در بدری بیوطن میشین زندگیتون باور کنین به مثل سگ میشه این زندگی شما تو چنده که خاموشی قرار دین ریایه کنین خاموش باشین تلخکف باشین همون قدر این بدخواه امام علی چکار میکنه بالای سر شما ظلم میکنه مقامدارای لعنتی کسانی که همتا نمیگم من که وقتی که مقامدارا میگم کسانی که طرفداری از همین امام علی میکنین بدخواهان دونین که طرفداراش چیکار کرد همش یک و یک نابود کرد شما هم نابود میشین و مثل چند کلاخرایی که هستین که طرفداری از این بدخواه میکنین این بدخواه روزش نزدیک شدگی انشالله به امر الله این بدخواه روزش نزدیک شدگی پیش از رمضان بود خچه کسال کرد بعد تبریک کرد کو لعنتی آخری لعنتی من گفتم که برادر این یک مکوره بدخواه است الان این خور کنه مردم فقط با پیش انشالله یگان کار کرده نمیتونه این لعنت کرده انشالله شکست میخوره اگر که تو چند خاموش باشین هم خود ظلم میکنین این فراموش نکنین استاد محمد اقبال انشالله پیروزی نزدیک است انشالله پیروز خواهیم شد من امیدوار هستم از الله پاک یگان مبارز خسته نشوین باید خستگی کنار گذارین تو چنده که اگر خودتون به خستگی خودتون به مثال ضعیف شدن نشون تین همون قدر این لعنت کرده ها چیکار میکنن خرسند میشوند این لعنتی ها اوجه میترسن این لعنتی ها از همین مخالفین تلخ کفن این لعنتی ها همین با یک مخالف
10 کس 100 کس هجوم میکنن این لعنتی اینو گرگ کفتار هستن. همون چند باری که گفتم اینو همون گرگ کفتار لعنتی هستن که یک مرده با یک مرده مسلوقی که است در جا خوبای ترسیده همه کس هم هجوم میکنن، افتاشون خنک میچسبن دیدن که هیچ نگفت بعد خوردن اثر میکنن. اینو هم خیلی امام علی کتی همون مقام دروی لعنتیه که طرفداری از همین امام علی بدخواه میکنن. استاد اینجا یک چند مصرع شعر از در میگم برای امام علی لعنتی ایجاد کردم، بسیار ایجاد کردگیم اکه انشالله هم کمتر میگم انشالله گپ زنم استاد. بله بگو گپ زن. این کهنه جنوب وطن را برباد کرده، ملت شرفمندی مرا خار کرده، داخلی وطن را به مثل زندان کرده، هموطنام را بیرون از وطن خار و پریشان کرده، دانشمندان ما را از وطن گریزان کرده، سیاستمداران ما را داخل زندان کرده، مردان جسور ما را باز قتل و زندان کند، امام علی چقری لعین با مکر پادشاهی کند، وطنم را فروخته و این بدخواه شاهی کند. الله تو را خار کنه لعنت کرده. الله روزی که من وقتی که من هم زیدی تو لعنت کرده بدخواه خستم، وقتی که من تماشا میکردم برنامه های شمای برادر، وقتی که من دیگر آگاه شدم از همه چی، الله شمای حفظ کنه، وقتی که من زید این لعنتی خستم، الله یک الهام در قلب من جا کرد که این بزرگی پروردگار که الله بزرگی، این همین ایجاد و این همین چیزایی که از اول بود کم بود، همین چیز در همین قلب من جوشتگی الله همین قدرت داده که یک همین خیلی یک کسیوده بین یک موده بین یکی موده یک هم خیلی الله الهام میتیم خیلی ایجاد میکنم که من دانش ندارم که همین چیز الله در من داده که من ایجاد میکنم، کدام ظالمی که باشه بزیدش میتونم که ایجاد کنم که تو بدخویی تو لعنت کرده گفته ایجاد میکنم. انشالله پیروزی نزدیک است استاد. الله شما حفظ کنه. انشالله هم صحبت میشیم. این بدخواهان همه نابود خواهند شد با امر الله. ما از الله بزرگی که ما را آفریده است ما امیدوار هستیم که این بدخواه نابود خواهد شد. برادران هموطنان گرامی قدری من، الله شما را حفظ کنه. هر یکی شما را من دوست دارم. من به خاطر شما برادران هموطنان من به خاطر شما برآمدم در این منبر. میخوام آزاد باشین، زندگی خوب داشته باشین، در پیش پدر و مادر خودتون باشین. مایلش برادر، من وقت شما نگیرم. خوب بله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب سلامت باشه برادر. آواز ما هست؟ بله آواز هست. بررسی موضوعی که گذاشته منم یک کمی در حیران شدم برای چی باشد. اولی موضوعاتون ندیدم، بررسی نه یک 10 دقیقه شد داخل شد. سخنم هم میگم خیلی باز برتر میگنید چی میشه. من شاید از موضوع ما کمی دورتر میرم. اگر موضوع مهم نیست، موضوع همیه که کانال اصلاح، یعنی که همین اصلاحی که 9 سال در مقابل همین رژیم بود برای چند ثانیه، یعنی که چیزایی که در اول بود در سال 2019 2021 همونا بلاک شد. یعنی که از نه فقط تنها کانال ما، کانال اصلاح، کانال گروه 24، کانال حق و باطل، کانال‌های زیادی را همیتا یعنی که رست کرده ایستن. این همیه موضوع. آیا همین اصلاح وقتی که بلاک شد یا دیگه کانال‌های مبارزه، آیا مبارزه دوام دارد یا نه؟ این هم قگب. تمام. اگر در بیابان مثل فرهاد یا مثل کسی دیگر یک جوی و یکی راه آب کنده شود، بعد از چند سال او حتما با آب میره در اونجا. اون مشکل نیست. اگر این روز چی محمد اقبال چی دیگران باشن نباشن، این مبارزه حتما بر ضد ظالم خدا خواسته باشه میرود تا با آخر، تا به مرگ میرود. اگر
بگذار امام علی نمره فرزند شد بیاره انشالله که اون روز اینا شکست میخورن. خب یک چیز دیگر من براستی در اینجا گفتم گپ زنم. از همین چند روز پیشتر دیدیم شاید شما یک قید کرده گذاشتید، من گوش نکردم. دیدیم که رو به خط فارسی آورده است. او برنامه گذشتگی هم برادران می توجه کرده بودن. این حاضر دید که مثلا کشورهایی که خط فارسی دارن کشوری به همه دوست به همه کشور زمانی که برای رحمان و نالوزین بود و مثلا برای سیاست های خودش اونا دشمن خطاب میکرد، حتی خط خواندن فارسی را از مردم ما برگیرید. دشمن خط فارسی است. این درست امروز دیده است که این کشوری به همه دوست معلوم یک کمی به پیشروی است، این خودش الکوی تاب داده است، بسیار خیلی خود کرده است. همه معلمان هم خیلی خود کنه، هم خط فارسی را بگردونه ما راضییم. لوبا خیلی هم کنه ما راضی. این باور کنه نمیکنه، این احساسات مردم هم میبینه. خدا کنه که بکنه همه به خط فارسی بر بگردن، همه مردم از بیسوادی خط فارسی کنار بروند. وقتی که خط اصلی مونه خط فارسی را ما و شما میخونن، مردم با این آگاهی پیدا میکنن، یعنی که سواد پیدا میکنن، انشالله این پیشروی ملت های رحمانوف میبره میره و امروز پگه این نظامش از بین میرود، ولی آن چیزی که برای ملت های باقی میمونه همیه. ولی در زنده بودن این هرگز این کار نمیشود. این با همون زیایایی که این یک دام است، باور کنید این یک دام است، مثل همون علت کردن. هر کسی که سر میبردارند میگه که ما جانبداری همین خط فارسی، این اونها رو همچون دشمن سرکوب میکنن. این شمال شاهد باشید، باز این کار میشود. این بسیار همین در همین مکر، نمیدونم مادری مکرها اگر یتیم باشد شاید این پدر مکرها است یا که برعکس. خب یک چیز دیگر در همینجا من خواستم گپ زنم. یک جای هستی اوضاع چیزی اومده هستند در بیرونی، در یک جای هستی که در کوچه ایم. بله بله. خب همینجا در باره سعدی مهدی یک گپ گفتنی هستم. یک کمک یک شعر از کی گرفته است؟ از سعید جان حکیمزاده در باره کسایی که مثلا میگه که زمین فروختن و منصب فروختن، همین خیلی گپا یک چند وقت پیشتر همین سعدی مهدی چاپ کرده بود. سعدی مهدی تو ایزون میکشه که همین گپا از سعید جان حکیمزاده یک شاعر همین را تو چاپ کردی، ولی که تو یگان وقت در نظر نمیگیری که همین زمین تاجیکستان کی فروخت؟ رحمان فروخت، قهار مفرم فروخت، نصرت‌الله محسن فروخت، و یا که زکی ها فروختن، محمد اقبال فروخت. کی فروخت؟ بخیتای فروخت، درست. بقیستان فروخت، درست. همین سعید جان حکیمزاده یک شعر خوب گفته است: لعنت دنیا باد و بسر آن آدم، تخم انسان را چون تخم مرغ سودا میزند. بله، لعنت خدا در سر رحمان باشه که واقعا هم مردم به سودا زده است. دخترای مردم به افغانستان، به دوبای، به کجا اکسپورت کرده فروخته است. یگان نفر از این یگان چیز نمیگن، مثل تخم مرغ فروخته است. سعدی مهدی به همین جواب بده. سلامت باشه. سلامت باشه. خب دیگر اینا که وظیفه شون است، باید اینا هم کاری که انجام میتین، یعنی که باید به شکل، یعنی باید خودشون نشان بتین یا گویا این که بگن که مقصد حمایت از رحمانوف به هر شکل انجام بتین، ولی این حمایت ها به هر شکل که انجام میتین اینا یگان منفعت برای یعنی که رحمانوف ندارد. چرا؟ چون که رحمانوف شخصی نیست که حمایت شود و اون حمایت ابدی باشد، یا اینکه شخصی نیست که برای این دولت، برای این ملت ما و شما کاری انجام داده باشد که جز از آن منافعی که برای منافع شخصی خودش است. اما خاطر این چاپلوسا در تمام دور زمان بودن و یعنی که هستند و این راهی نیست که یعنی کاری نیست، راهی
پرشرفی نیست که یک انسان در زندگیش یا بعد از مرگش از اون بگن. وقتی که انسان از یک ناعدالتی، از یک شخصی که مسبب ناعدالتی در کشور است حمایت میکند، این خودش معلوم است که یعنی که کار خوب انجام نداده است. پس این عملها هیچ وقت نمیتواند عملهای یعنی مهم برای آینده این ملت و مردم باشد. پس این چیزها هیچ وقت ماندگار نیستند و ملت و مردم خودش هم مشخوب از بد تشخیص میکند، جدا میکند، میفهمد. مردم از آن یعنی که امروز آگاه نشد فردا آگاه میشود. در دنیا خیلی که هم مسافدا و یعنی که هم گذشته های ما یک مثل خوب دارن، یعنی که دزدی و غریب پشتگی خره میگه. یعنی که اگر اهمیت داده باشید هم یک بارون در بالای سرگین خر بزند در رو یعنی که آشکار میشود. نمیگن دزدی و غریب در پشتگی گاو نمیگن یا اخلاقی گاو، ولی در پشتگی خر میگن، اخلاقی خر میگن. ولی اینا هم عمل کردهاشون به مانند همون است. هر کاری انجام میتین یعنی که عمل کردهای اینها یعنی که در پشت هم اخلاق خر پنهان است و به اولین یعنی که بارانی که بالای اون میزند اون یعنی که سببی چی میشود؟ سببی آشکار شدن تمام فجایعی که انجام دادن یا شرمندگی، و این به نسل اونها آینده و روی فرزنداشون عار است که تو فرزندی کی هستی؟ فرزندی چاپلوس، یک فرزند شخصی که ملت ظلم کرد ولی شما پدری تو از اون حمایت کرد. این است بدبختی آن چیزی که یعنی که برای اینها باقی میموند. پس برای ما یعنی معین است که کار کرد و آینده عمل کردیم ما و شما در مقابل هر ظالمی باید چی باشد؟ باید به شکل‌ها و به گونه‌هایی که یعنی مثمر، مهم و آینده و برای این ملت و برای نسل آینده ما ماندگار باشد. پس عملکرد چاپلوس‌ها هیچ وقت الگو برای ملت و مردم نمیتواند باشد. هر شخصی مبارز این ملت اگر کشته شود، اگر زندانی شود، انشاءالله که او پیروز است، در همه حالت پیروز است. پیروزی یعنی که برای شخصی است که در مقابل ظلم استبداد ایستادگی میکند. نصرت الله مقسوم، شیرینشاه شاتیمر، محمد نثار یا نثار محمد رفت در مقابل یعنی که نظام بلشویکی و شوروی ایستاد و خداوند به دست همین ظالم رحمانوف یعنی که همونها ارج و قهرمان این ملت شناخته شدن. اینا میگن ماندگار بودن افرادی که اونها برای ملت و وطنشون خدمت کردن. امروز ما و شما از باسمچی رحمانوف میناله بود یعنی که نظام بلشویکی را در مقابلش باباهای ما و شما ایستادن تا اینکه ما استیلا نشیم یا اینکه زیر تصرف روس‌ها باقی نمانیم. ولی چون که خودش پلید یعنی که همون بقایای همون رژیم روسی یعنی به شکلی نمیخواد. ولی ازبک‌ها را ببین، قرغزا کوخای و قدر مبارز نداشتن، ولی همین ازبک‌ها که اساسی ترین مهمترین یعنی مناطق بزرگی فرهنگی ما و شما که در ازبکستان بود و مقاومت شدید انجام شد که باباهای ما و شما بودن. ما و شما باباهای ما از همون منطقه ها فرار کردن، گرفتن اومدن بالای کوه ها را گرفتن تا اینکه هیچ کس در اوجا دیگه نیاید بالای کوه نبراید. برای چی؟ برای نسل حفظ کردن، برای نسل امین بماند از هجوم و تاخت و تازهای منغیت مغل بابای رحمانوف یعنی همون یعنی که منغیت های دشت های قیبچاقی. خوب دیگر، ولی الحمدلله الله نسل حفظ کرد و امروز یعنی که صحبت میکنیم، ملتیم، زبان داریم، تا جای یک دولتی نیمه کهساری 97% نیمه کهساری نه 97% اهالی 93% اهالی ما عبارت از کوه هست. ببینید که 7% زمین و بازم آب یک منطقه‌ای که کاملا برای زندگی غیر سازگار است. همین از باباهامون برای ما ماند از کثرت مهاجرت و همین منطقه کوهستانی. خب این نسل باقی مانده شد و اون افرادی که برای حفظ و حمایت یعنی سرزمینشون مبارزه بردن، روس‌ها باسمچی گفتن، رحمانوف هم هیچی سفید نکرد اونها را. ولی دیگه نمیتونه که افرادی که شوروی را هم قبول داشتن ولی تاجیکستان همچون یک افغانم میدونستن قبول نداشتن، اینا همونها به شکل کشته شدن. ولی باز خداوند به دست ظالم ترین فردی این ملت قهرمان شناخته شدن.
اینا میگن یعنی که عجایبی عملکرد الله سبحانه و تعالی در مقابل ظالمی که ظالم است ولی به شکل الله وادارش میکنه که امکان نداره که قهرمانای این ملت انکار کنه. ولی انشاءالله دولت آینده حتما اون بزرگای گذشتگی ما که در مقابل هر استیلاگر مقاومت کردن، یعنی اونها چی شدن؟ قهرمان های این ملت محسوب می شوند و هر فدایی و هر افرادی که با ماده های 307 خائنی که رحمانوف امروز زندانیشون داره محکوم می شوند آینده قهرمان های ملت هستند. ولی اون افرادی که با تهمت 307 شون زدگان اونها نه، انا همون افرادی که واقعا یعنی که به خاطر نظام دیکتاتوری و ظالمانه رحمانوف و مستبد رحمانوف ایستادگاری نمودند تا اینکه یعنی که قضیه و وضعیت و حالت به شکل فهما شود. اونها محکوم به زندان شدند و قهرمان این ملت هستند. اونها زنده هستند، اونها خداوند حفظشان کند از زندان های رحمانوف سالم به در بیارند. ولی اگر بالفور از دنیا گذشتن حتما انشاءالله چاپلوسی که در زمانهای چی منقط چی در زمانهای شوروی بودن، نام کدامی از اون چاپلوسا لیلین برادر رهنما، یعنی که نمیدونم میر سید علی ولی زاده بود، نمیدونم هزار تا شاعر چاپلوس دیگه بود، کدام شعر اونها تا امروز خوانده میشه؟ یگان تاش خوانده نمیشه. چرا؟ چون که اونها چاپلوس بودن و یک نظام غیر ملی را حمایت کرد. درست. پس نمی چاپلوسایی که فعلا در نزد رحمانوف هستند، چی سعدی معدی و چی روسرخک روسیاهک، چی بوقلمو، چی ایندوک، چی خربک بزمک خوگمک، یا هیچ کدومش اینو ماندگار لاکی مؤمن. انا همین سلام با مؤمن تحقیق کنید که نامهای الله هستند، تحقیق کنید تا اینکه بدانید نامهای خداوندتون چی معنا داره. یعنی نامهای زیبای الله یتش مؤمنه یتش سلامه. انا همین نام سلام، اگه من نمیگم منتقم و جبار یعنی که معطی و اینو را نه، فقط تنها همین مؤمنه قطعی یعنی سلام بخونید تا اینکه بفهمید اگر تو چاپلوسی، اگر تو مظلومی، اگر تو ظالم هم هستی، یعنی که اون حدیث رسول اکرم نمیگم که انصر اخاک ظالما او مظلوما، کمک کن برادرت اگر او ظالم باشد و اگر او مظلوم باشد. گفتن رسول خدا خیلی مظلوم ما میلش کمک میکنیم، او ظالم ما چه خیلی کمک کنم؟ گفت ای دستش میخپی که ظلم نکنه. انا می چاپلوسا با جای که ای دستی او بخپن که ظلم نکنه، بو میگنش تو بسیار خوب کشته ایسای، تو بسیار یعنی که کارهای انجام داده است که این کارهای تو بسیار هم برای ما پسندیده است. و اما خاطر در این قضیه سخت یعنی که دقت بتید. هر یک نفری که از ما و شما هست، هر یک نفری که از ما و شما میتونیم برای آینده خودمون یعنی که چیزی را فکر میکنیم، کاری را میخوایم انجام بدیم، پس در این قضیه نباید که یعنی کوتاه نظر و برای آینده فکر نکنی. اگر میخواهی که آینده یعنی که در نزد الله شرمسار نشی و اگر میخواهی که در نزد نسل آینده شرمسار نشی، پس تو یعنی که اگر ظالم بد میبینی، اگر از عمل کردی اون نمیخواهی، والله قسم همین سعدی معدی خودش میدونه که یعنی که این ظلمی که رحمانوف میکنه با اویلای همین هم رسیدگیه، یا با اویلای عبدالله رهنما هم رسیدگیه، یا با اویلای چاپلوسای دیگر هم رسیدگیه، یا با اویلای همون یک وزلینی یعنی که چاپلوسی اتمیر خوجه هم رسیدگیه، یا با اویلای همه امینو رسیدگیه، حتی با اویلای گلنظر کلدی رسیدگیه، نویسنده گیمنی تاجیکستان، با اویلای مومین قناعت رسیده است، با اویلای یعنی که تمامی همین بزرگای همین ملت رسیده است. ولی بازم بهترینش همون نفری است که اگر تو در مقابل ظالم نمیتونی صحبت گفته، اقلا در مقابل ظلم او قرصک نزن. انمیه مردی، مرد همونی است که تو نمیخواهی تا اقلا در جای همون شخصی که یعنی که اذا را منکم منکرا فلیغیره بید، اگر تو یک منکر را دیدی تو پس با دست تغییرش بتی، نکی کورا. اگر نمیتونی فبلیسان، پس با زبانت بگو نکه خیر برادر این کورا، این کار غلط است دیگه، که این دویم درجه یعنی که ایمانداریه. ولی اگر تو نترسیدی اقلا هم مرغ هم باشی با هم دلت بعدش ببین اخی، هم مسلمانی یعنی که ترسو هم که باشی با هم دلت بعدش ببین، وقتی تیش سر با دلت بعد میبینی، پس عمل جوارحت نمیتونه عمل انجام بده و
چقک بزنه در ظلم همون، یا اینکه با شعرگویی و سرود سرایی کنه تا اینکه یعنی که ظالم حمایت کنه. یعنی یکمش حدیث پیغمبر انصر اخاک ظالما او مظلوما، یا که منکر دیدی طبق حدیث دیگر، پس به دستت نتونستید، به زبانت نتونستید که میترسی زندانت میکنه، پس به قلبت بعدش ببین. وقتی تو به قلبت بعدش میبینی، پس تو خرسک نمیزنی در عمل کرده ظالمانه او. همین است تینت یک انسانی با شرف، همین است تینت یک انسانی که خودش همچون انسان میتوند معرفی کند. ولی وقتی که تو امروز خرسک زدی، اون افرادی که امروز از اینجا، از بیرون، از داخل، از رسانه، از همه چیزایی که در اینترنت نشر شده هستند و همه پست‌های شما را مردم میخوانند، شما فکر میکنید بعد از هلاکت رحمانوف یا اینکه رفتن رحمانوف به هاویه و به سقر و به قارعه، یعنی که رحمانوف وقتی میبره معلوم است، پس وقتی که او به همین وضعیت رسید، پس شما فکر داره که عمل انجام دادی و این سبب گشت که تو چی هستی؟ تو یک منفور هستی و منفور بودنی تو سبب و علت بدبختی تو هست. پس این چیز ماندگار است، این چیز همیشگی است، این چیز امکان ندارد که یعنی که این عمل کرده شما انجام میتید، یعنی در آینده این ملت، این مردم شما را به شکل ببخشن یا به شکل شما را بگن که خب دیگه که شما کارتون مجبور بودید و یعنی که ما شما را میبخشیم. نه، هرگز چنین نمیشود و این چیز غیر قابل تصور است و غیر قابل یعنی فهمیشی ملت و مردمی که آینده با شما میتونن یک برخورد داشته باشند. پس از امروز یعنی که خودت نجات بدی و عائلت نجات بدی. اون عار و ننگی که تو خودت بالای عائلت میاری با حمایت رحمانوف، اون عار و ننگ هم روی کثیف خودت باقی میمونه و هم روی عائلت باقی میمونه. پس امروز در اختیار تو است، امروز تو در اختیار داری، ولی فردا در اختیار تو نیست. خیلی که امروز ما تو عمل کردمون اختیار داریم، چون توشه و زاد جمع میکنیم به خاطر قبر تاریکمون، به خاطر یعنی روز سرای آخرت. پس از امروز تو باید فکری چی را داشته باشی؟ فکری انا همون قبر تنگ تاریک جای خودش، سرای آخرت جای خودش، ولی فکری انا همون بقای نسلت که هست، اون لکه ننگین داغه بالای اون نسل آینده باقی نگذار. والله قسم هیچ کس نمیتونه تر نجاتت بتیه، یگان کس تر نمیتوند عائله تر نجات بتیه از این ظلم و از این کارهایی که یعنی که ظالم رحمانوف انجام داد و تو خرسک زدی در ظلم او. امکان غیر قابل تصوره که یعنی که اون چی باشد، اون یعنی که بخشوده شد. پس امروز در اختیار تو، ولی فردا در اختیار تو نیست. همین یه شب خواب میره سر میخیزه که رحمانوف پدن علت رفت از سقر یا هاویه، رستم اومد زدگی رستم گیره را میزنه. ایام گفت گپا شو تا ساعت 2 را با همون یعنی که کیفش زندگی داره. ساعت 2 میخیزه میره باید ورگه پیک میکنه، با تا شو باید ورگه میزنه گیره اینه در وطن گذشت، تمام کار کردی گذشت. امروز در اختیار تای، ولی فردا در اختیار تو نیست. فردا نمیدونی که چی میشه. به همون خاطر هیچ وقت مغرور به اون چیزی که امروز داری نباش. تو زمینی باش تا اینکه کل ما تنزل ترتفع، هر چی قدری که تو فروتن باشی همون قدر تو بالا میری. در غیر این حالت امکانی بالا رفتن تو غیر یعنی که قابل تصور است. الله سبحانه و تعالی موفقیت و پیروزی را ان شاء الله نصیب این ملت مظلوم میکند و ان شاء الله که والعاقبت للمتقین است. امکان ندارد که یعنی که عاقبت از متقین نباشد. الله سبحانه و تعالی این انسانیت خلیفه خودش در زمین آفریده است. پس خلیفه الله باید لایق همون نامی یعنی که خلیفه که در زمین است باید باشد. وقتی که تو خودت یا آدم نامش اسلام است ولی خودش یک عملهای غیر اسلامی انجام میتید، یک آدم نامش یعنی که نامی عادی است ولی عملهای انجام میتید که 50 تا محمد، عمر، ابوبکر، احمد، عبدالله نمیتونن بمانند اون نفری که نامش سیاوش یا رستم یا جمشید یا مثلا یک چیز دیگه باشد. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی هر یک انسان وقتی که چیزی عنایت میکند امکانی گرفتن از اون وجود ندارد، ولی امکان نام زیبا از عائله یعنی که خوب ولی نسل آینده را نگاه که چقدر از آدمای بزرگ افراد کثیف برآمدند، ولی چقدر از پیامبرزاده ها کافر برآمد، از پیامبر یعنی که فرزندای پیامبر بود بدین پدرشون نگرویدند.
ببینید چقدر اصحاب رسول اکرم در یعنی که مشکلات ها بودن، فرزنداش گفتن دیگه ما پدر طاقت نداریم ما رفتیم دیگر. یعنی این یعنی که تینت انسانی است. صبر کردن، شکیبایی ورزیدن تینت هر انسانی عادی نیست. صبر در مصائب، انا همین اجر برای هر یک انسان در نزد همون صدمه اول است. ما صدمه ای که به این ملت رسیده 35 سال شد و همون مصیبت است، ولی صبر کردن از اندازه زیاد هم در مقابل ظالم، این ما خودمون برای اون فورا داده استیم، ما خودمون برای او یعنی که فوراها یا یعنی حالتهای در دستش داده استیم که اون اصلا انتظار این قدر چیزا نداشت که من این قدر زور میشم و این قدر کارهای را انجام میدیم. اما خاطر ملت هیچ وقت باید یعنی که فارغ بال از آن چیزی که باید انجام بتید نباشد، باید فارغ بال نباشد، باید از فکرتان نبرارید که تو تاجیکی و تو تحقیر شده در امریکایی، در روسیه، در اروپایی، در مشترک دولت‌های مشترک المنافع، در هر کجا میره پاسپورت بدترین پاسپورت یگان کس را ارزش قدرت نمیتیه. این از عملکردهای مخالفان است، از عملکردهای خود حاکمه که او حاکم رحمانوف الله لعنتش کنه. پاسپورت ما تقریبا همین پاسپورت را چیوشان نگاه میکنن در آسیای مرکزی از همه در پاسپورت پایان پاسپورت تاجیکستان میتونی بزنی خودتون ببینی چندم جایگاه داره. من مثلا افغانستان و بنگلادش یعنی اینا رو نمیگم، یعنی تاجیکستان رو تو بزن ببین، دولت‌های افریقایی را میزنم، خیلی دولت‌های افریقایی تاجیکستان بالایی دارن پاسپورتش، ولی پاسپورت تاجیکستان کشیدن و راه راست کردن و یعنی که بنگاه تیبی راست کردن به نظام اجتماعی سالم در داخل وطن انجام دادن و کاری که آینده ما اوترا بتواند که یعنی که شهروند کار پیدا کنه، شهروند خارج به خاطر زندگی کردن نروه، به خاطر استراحت بروه. پس ایرا به راه راست کردن و به بنگاه تیبی از مردم به زور پول گرفتن راست کردن نیست. به زندانهای خالی از زندانی محترم میشناسند، به رسانه‌های آزاد میشناسند دولت محترم، و زندانهای بدون سیاسی میشناسند، یعنی که دولت ما را میتونن که ایندکس ها بالا بروه. ولی این مسئله را کی انجام داد؟ رحمانوف. پس قدر پاسپورت تو در زمینه تو امکانی یگان جا رفتن نداری، وقتی میری هزار خیل تفتیشت میشوه. برای چی؟ به خاطر اینکه رحمانوف نام این ملت سیاه کرد، رحمانوف این ملت معرفی بد کرد، شرم نکرده. یعنی که چاپلوسا میگه یعنی که رحمانوف تاجیکستان در همه جا معرفی کرد. چگونه معرفیش کرد؟ همون آدمای در بیرون از تاجیکستانن، یک بار از همونا بپرسه که آیا تو در خارجی قدر تو چگونه هست، چی در امریکایی، چی در اروپایی، چی در یعنی که روسیه که معلومه که همه در پستریم، در دولت مشترک منافع در کشورهای متمدن دیگر قرار داره. تاجیک میروه در فیلیپین، تاجیک میروه در یک منطقه یعنی که نمیدونم پسترین دنیا که یک جای پست است، میبرن این قاگریش داره میقپا میبرن میزنش که ما باید شما را بسنجیم. چرا شما دولت تاجیکا در ایندکسی پسترین مردم دنیا و مردمی هستی که دهشت افکنه. همین تاجیک بیچاره کدومش دهشت افکنه؟ دهشت افکن ما اترکی معرفی کرد. رحمانوف قدر پاسپورت ما را پس با ما بعد معرفی کردن، پاسپورت ما هم قدرش پس رفته است. پس برای این باید ما تو زحمت بکشیم که قدر پاسپورت ما بلند شود، زندانی سیاسی نداشته باشیم، رسانه ها آزاد باشن، مردم بتونن برون بیاین. همین تاجیک که در بیرون بودگی آزاد باشه، وطن بروه بگرده بیایه، یگان خارجی دیگه دمو در کار نیست. همین تاجیکای میلیونری که در تمام دنیا هستن میروند وطن خودشون میسازن، برای خودشون بیزنس تشکیل میکنه، هم خودش فایده میکنه، هم تاجیکی دیگری که در داخل کشور کار پیدا میکنه در وطنش زندگی میکنه. ولی ما را نمیمونه کی؟ رحمانوف. پس برای این مصیبت از سرمون دور کردن باید ما بیستیم فقط یعنی که ذکر بگیم بشینیم؟ نه، ذکر جای خودش، عبادت جای خودش، ولی عمل کردن انفروا خفافا و ثقالا. الله در قرآن میگه بخیزید، یعنی که پیر جوان، مسافر جوان بخیزید، تمام حالتی که هستی در راهی که به خاطر یعنی که سعادت خودتان هست شما باید مبارزتون ادامه بدید. ولی این من اگر زنی خدمت بگم، من اگر فکر خدمت کنم بهترین راه میگم این اصلاح رسیده است. بچه من خیلی مبارزه بردم، خلاص دیگه من میرم. یکیش بو شرم نکردم این است بچه تو 10,000 بیننده داشتی 50 نفر بیننده داری، نفهمیدی است که در فیسبوک 1000 نفر تماشا داره، در کانال اصلاحی انگلیش
یعنی که کانالی که 4-5 هزار آدم دارن تماشا دارن. من 1 بار گفتم همین گپا که یا که 1000 بار یک نفر اگر من تماشام کنه نکنه من مبارزه ما دوام میتیم. هدف مبارزه من به خاطر الله من از مردم لا اريد منکم جزاء ولا شکر، از شما من هیچی نمیخواهم. من اون چیزی را که الله در اختیارم گذاشته است گفتن من میگمش. وظیفه من گفتن ای ابلاغ ای. آیا رسول اکرم با زدن با خونشار کردن بدنش دست از مبارزه و دست از دعوت راه حق و دین اسلام برداشت؟ نه. آیا رسول اکرم در اختیارش رسانه؟ آیا رسول اکرم در اختیارش مبلغ؟ آیا رسول اکرم در اختیارش میگهای جنگنده؟ آیا رسول اکرم در اختیارش سپاهی یعنی که با قوت داشت که میخواست مبارزه را ادامه داشت؟ یا اینکه با یک سلمان فارسی که قتیش بود زده گرفتن برآوردنش از طایف بردنش و ملائکه باد فرامد گفت ای محمد اگر خواسته باشی من منطقه طایف از بین میبرم. ولی رسول اکرم گفت نه، ممکن است از سلب این مردمی ببراید که خداوند به یگانگی میشناسند. مبارزش ادامه داد. این قدر زحمتی که رسول اکرم برای این دین کشید، والله قسم او روز یک کتابی واقعا هم 4-5 بار همون نقاط خواندم من، یعنی که وجود ملرزه گرفت، خاصتا برای مبارزه هایی که بزرگان این دین، بزرگان این ملت، بزرگان این امت بردن. میگه واقعا بعضی آدم میگه پا امکان فهمیدن نداره شما، ولی من باید بگم تون تا بفهمید چی هستون. میگه اگر جایگاهی که محمد صلی الله علیه و سلم در هر کدام شما میبود نمیخواسته که محمد باشه، یا بار بس فکر کن. این گپی عادی نیست. محمد که پیامبر حاضی من تو میشناسیم پیامبره، ولی کم بغل بود، بیچوز بود، خواه میرفت. میدونیم که یعنی که یک مرد، یک زنه که از مدینه آمد دید که یعنی که حضرت پیامبر در زمین خوابه، یعنی که میخست بوریا در پشتش پیش بود. وقتی آورد به حضرت عایشه یک لباس داد تا اینکه دتای پشت پرتوی، پیامبر آمد دید که پرتوت است. گفت چی است؟ گفت یک اهل مدینه دید که ما در بالای بوریا خوابم، همین آورد دادم. گفت بربطش من این دنیا را انتخاب نکردم. 2 ماه از خانهش دود نمیبرامد مگر اسودان، مگر اینکه خرما میخوردن، مگر اینکه آب میخوردن، هیچ چیزی دیگر نمیخوردن. ولی اون با همون مشقتی که داشت، کدامت همی یعنی که زنت میتونه طاقت کرده. تو اگر خودت در جای رسول اکرم میبودی بالفرضی که امکان ندارد بعد از پیام محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر باشد، ولی تو خود فکر کن که مشقتی که رسول اکرم کشید برای این دین، اگر در همون جایگاه هر کدامی از ما اوت میبودیم والله طاقت نداشتیم به جای محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. دقت کنید، هر کدامت که مبارزه میخواهی پیامبر الگوت قرار بدی. همین هر کدام ما و شما زندگیمون هزارها بار از محمد و اصحاب رسول اکرم بهتر است. درست چی در خوردن، چی در تمام وضعیت بهتر و بالاتر، میلیون برابر بالاتریم در سطح زندگی، ولی بازم منولیم. برای چی؟ به خاطر که الله چینت مردی و مبارزه را در ما نداده است. هیچ کمی بیس فکر که تو در جای رسول اکرم میبودی والله پیامبری را بس میکنی میرفتی میگفتی من در کار نیست همین مشقت عذاب. ولی رسول اکرم ایستاد، صبر کرد، عذاب کشید، زدنش به هزاران مصیبت گرفتار شد، ولی بازم ترک نکرد دعوتش. این مسئله نیست که هر یک قدم ما و شما بستیم فکر کنیم که اصلاح الله اصلاح بسته شود، دستی محمد اقبال بریده شود، دستان بریده شود، میبرم به دهنم گپ میزنم تا وقت گردن من نبرن. والله این راه نیست که این راه همین خلتر کرده شود. اگر انسانی که قلب داره و میداند خطورت مبارزه را، ما در سرمون کفن پوشیدگی برآمدگیم در راه ما خار کاشیدگی نیست. این راهی که ما اختیار کردیم برای ما گلزار نکاریدن. ما در راهمون خار است. ما پیرو همون پیامبریم. این مصیبت ها بالای ما می آیند، اما انتظار این مصیبت ها از سالها قبل بودم. الحمدلله خداوند است که حفظ میکند و الله است که انسان یعنی که بر راهی که ادامه میدهد اون راه چگونه راه است. آیا این قدر حقارت منو میکنن؟ هر چیزی که میخوان از زبانش میآید میخوانم، میگم خیلی الله تو خود شاهدی، همین گپ میگن تهمت است، یا الله همین دروغ است، یا الله
یاد میآید تو پیامبری نه، تو کی؟ تو امتی محمدی یا پیامبر تا چی تهمت کردن؟ زنش به زنا تهمت کردن تا اینکه الله از فراز 7 آسمان پاکی ام المؤمنین عایشه را تصدیق کرد. حتی در دل رسول اکرم هم بود که برد خانه پدرش پرداخت، به من گفت که دختر چی خلای. ببینید که چقدر مشقت ها، ولی باز هم رسول اکرم دست بردار از این راه، از این دینش نشد. کدامی از ما و شما امکانی همین چیزا میتونیم طاقت کرده؟ الله طاقت نداریم. رسول اکرم زحمت کشید، یعنی که همون اصحاب یعنی که 70 حافظ قرآنی که قاریشون کرده بود و بیعت داشت، یعنی که صلح داشت با مشرکا که یگان گپ نشود، ولی کشتنش. رسول اکرم 1 ماه فقط در نمازش قنوت میخواند و دعا میکرد ای الله همون نفره که حافظ قرآن آماده کرد تا اینکه این دین حفظ کند. نگاه کنه مشقت پیامبره. تری اسلام میلیون تاش نبود شود چشم چپ باید نپره. 70 تا حافظ به خاطر این امت که قرآن حفظ بماند. ولی الله گفت این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. من این قرآن نازل کردم، من الله تو ای محمد و این قرآن من حفظ میکنم. و در زندگیش نشانش داد که زحمتی که تو میکشی فکر میکنی با جهد و تلاش خودت، فکر نکن که ایماندگاری، چون که حافظ قرآن من هستم و اون 70 حافظ هم اگر کشتن که قرآن حفظ کردن، من این قرآن حفظ میکنم. انا این از این دین. رسول اکرم طاقت نکرد فکر که یک بچه را بگی حفظ قرآنش بودی قاری که اینکه آینده بعد که من مردمی قرآن دعوت کنه، چون این قرآن کتاب خدا است. ولی الله کار کرد، پیامبر نشانش داد در حیاتش که 70 حافظ قرآن در زندگیش کشتن. رسول اکرم دیگه نمیدونست چی بگه، دست می برداشت تا اینکه وحیش آمد که دیگر در نوازل دیگه زیادی بعد دعا نکه، یعنی که از اندازه زیادی بعد رسول اکرم خسته شد و دعا میکرد بزید مشرکا که ایره بی مقتصل کردن. رحمان افته آخیم رحمان نصر کم زد کشتمون چی بعد ما یکون چیزی دیگه باید انتظار باشیم. ای لعنتی ای اس مخوف یگون چیز دیگه انتظار باشی. ای رمضانی بقچه که الله لعنتش کنه اینقدر خونی بچهای یعنی که بیگناه کشته شده زندانی قرار دارن، ملسای رمضان رحیم زاده کرده است. الله لعنتت کنه، عذاب الله در خانواده ای پلیدی کثیف رمضان رحیم زاده. شما فکر میکنید اینو یک چیز عادی و آسانن؟ هیچ وقت چنین فکر نکنید. شرم نکرده بوم ابراهیم نویسه که ات 10,000 بیننده داشتی، 16,000 داشتی، ازیقه والله 1 نفر برای من خودم تنها مونم گپ میبرم میگم و ما علینا الا البلاغ المبین. ما یک رساننده آشکاریم. وقتی در مقابل یک ملا قرار میگیره رحمانوف، اون ملا دینش میدونه. مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را. انا مسلمانی که دینش میدونه، مزایای اعتقاد دینیش میدونه، هیچ وقت در پیش غیر الله پیشونیش خم نمیکنه. راست مثلا نرکع ابدا، راست کشته میشم، راست گپ میگم و ان شاء الله پیش الله ملاقات میرم، میگم ای الله آن چیزی که در توانم بود برای ملتم انجام دادم تا اینکه از جهالت، از ضلالت، از ظلم یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری نجاتشون بدیم. و ای الله تو شاهد هستی و مؤمنانی از ملت منم شاهدی، عمل کردی من هستند. خداوند هرگز لا یضیع اجر العاملین. الله اجر عمل کننده را از بین نمیبره. الله هیچ وقت عملی که انجام میدی به خاطر رضای الله هیچ وقت فکر نکن که اون عملی تو از بین رفت دیگر تمام. نه والله، همه عملی که میکنی کرامان کاتبین اول نوشتنش، بعد از اون نیتی تو که تو با کدام نیت این کار انجام داده، به خاطر پول پس از بین رفت، به خاطر شهرت پس رفت، ولی به خاطر الله، به خاطر ملت وطنت، به خاطر سرزمینت انجامش دادی. الله سبحانه و تعالی با نام تو در آینده میتوند موچینی کاری را پیدا کند که با نام تو بتونن کارهایی کنن که خود محمد اقبال انجام داده نتونست. ولی این از الله باید بخواهیم، اینا باید در سجده هامون بخواهیم. انمین از این راه نیست که فکر داشته باشیم که ما را یعنی که میشینیم کاستوم خشوب شدگی، یعنی که در پیش افیل شدگی باید 100,000 آدم. نه، هرگز ما این چنین فکرم نداریم. و دلهای ملت و مردم و این افرادی که میبینن ما و شما را در میان انگشت و اصابع الله سبحانه و تعالی است. هر طرفی که سوقشان بتید سوقشان میتید. آیا آن چیزی که گفتیم تهمت کردیم؟ آیا گفتیم دروغ گفتیم؟ نه. پول گفتن،
من نمیتونستم پول بگیرم اصلاح بگم خلاص اصلاح زدم. یکی الله شاهد است نکردم این کار و نخواهم کرد. چرا؟ چون که من عقیده دارم، من دارای دیدگاهی سالمی هستم که آن دیدگاهی سالم برای ملتم میخواهم، برای مردمم میخواهم. هر کجا ناعدالتی دیدم گفتم او فرق نداره رحمان یا مخالف است. چرا؟ چون که باید آن چیزی که مخالف است، آن چیزی که بر ضرر میتونه تم شود، آن چیزی که کج است، بار کج به منزل نمیرسه هیچ وقت. بگذار اگر ما و شما 12,000 آدم با یک عقیده و با یک فکر باشیم، والله قسم نه تنها تاجیکستان دنیا را تسخیر خواهیم کرد. با یک عقیده 12,000 نفر مقابل 300,000 لشکر قرطبه جنگ کردن، 1,000,000 آدم بود در او شهر. 12,000 آدم کاملا یعنی که تسخیر کامل شد. یعنی که عدد عمومی که با یک فکر بودن و در همه منطقه بودن، اگر عدد افراد اومدگی که بعد کشیدن قطعی اونها، یعنی چند نفر عدد محدود بود. که من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. وقتی رسول اکرم در حنین عددش چخیل بود و چخیل فخر میکردن، راه میرفتن که مو عددمون زیاد است. ولی هیچ وقت با عددی نگاه نکنید. همه وقت انقلاب ها را در تمام دنیا 2% اهالی انجام داده است. 98% دیگرش در زندگانی با سعادت زندگانی داره. تو خودت فکر کن که از یک فرد هستی که از همون عدد کمی هستی ولی عدد مختار هستی. الله سبحانه و تعالی در قرآن بل اکثرهم لا یعقلون بل اکثرهم لا یفهمون، اکثرشون نمیفهمن، اکثرشون لا یؤمنون، اکثرشون ایمان ندارن، اکثرشون نمیفهمن، اکثرشون اقلیت هست. اقلیت هست که میتوند کار را انجام بده. پس تو خودت فکر کن که از انا همون اقلیت های هستی که دارای هم و غم و فکر هستی. ما و تو پیروزیم. اون وقتی که من فکر داشته باشم من میکنم همی کارا، من انجام میتیم همی کارا، انشاءالله الله به مراد و مقصد میرساند. من گمان دارم که با الله هم گمانی نیک دارم و میدانم از جانب آنچه که الله وعدم کرده است که هیچ وقت عمل عامله از بین نمیبرد. کاری که انجام میتی به خاطر خدا، به خاطر رضای الله. پس رضای مردم یک چیزی است که امروز یک گپ فردا یک گپ میگن. وقتی تو هدفت به خاطر آزاد کردن وطنت از چنگال ظالم است، تو باید نترسی. تو باید از تنکه و پوشکه و از امنیت، از اس از بقچه رحمانوف نترسی. مرد شدن لازم، نه اینکه تو باید بترسی که اون ملسه فهمید او KGB فهمید. این مردانگی نیست. آیا رسول اکرم KGB ابو جهل نفهمیدش؟ آیا رسول اکرم دعوت‌های انجام میداد در دارالارقم ابن ارقم نمیدیدنش؟ آیا در راهش خار نمیپوشیدن؟ تبت یدا ابی لهب. آیا الله سبحانه و تعالی برای ابی لهب و همسرش سوره نازل نکرد که تا روز قیامت خوانده می شود؟ آیا رحمان از ابی لهب و عزیز ما از ام جمیل کمتر است؟ چی فکر دارید شما؟ این راه نیست. مبارزه تا روز قیامت ادامه دارد. رحمانوف میروه از ظالم دیگرش میآید، بعد دیدی او ظالمش مبارزه میبری، او ظالمش میروه ظالم دیگریش هم مبارزه میبری، از بین میبریش، بعد دولت آزاد میکنی. یا اینکه الله موفق میکنه بعد از رفتن رحمانوف ما موفق میشیم، دولت من یکی از دولت‌های پیشرفته آزاد، یعنی که برای تمام مردم آزادش میکنیم که تاجیکستان یکی از الگوترین کشورهای آسیای مرکزی میتونه بشود. یا سینگاپور بیکی چی داره؟ پاسپورتش در دنیا یکم بهترین دولت دنیا. یعنی برای چی؟ برای اینکه ظلم نیست، برای اینکه در اونجا همه آزاد میتونن. ملایزی عربی گرفت، یک نفر به کدام شکل گرفت، یعنی که اقتصاد همش بالا برد. ما چرا نتونیم این کار کرده؟ ولی ما فقط در فکر غیبتیم، رنگی زنه که عروس فقط کارمون غیبت کارمون، بدگویی کارمون، حقارت کردن. به حقارت همون ما فاسق شدگیم. سباب مسلم فسوق و قتالش کفر. هر یک کدومی که حقارت میکنه در فسق. این مکرر در فسق بودن دیگه دعای تو قبول نیست، سجده تو قبول نیست، گریه تو پیش الله بالا نمیروه، نمازت و قرآنت از حنجر از سرت بالا نمیروه. ولی ما اینا فکر نداریم. کارمون غیبت، کارمون تهمت، کارمون دروغگویی، کارمون فتنه، کارمون جنگ اندازی، کارمون نمامت، کارمون خبرکشی، کارمون فتنه. همه اینها شما فکر داره که آیا الله
با دلهای همین نفهمی خیل مردم نگاه میکنه؟ آیا شما فتیه آمنو بربهم و زدناهم هدا خودتون فکر میکنه؟ هرگز نه. اصحاب رسول اکرم همونهایش که جوان بودن و به اسلام گرویدن تا نهایت اونها یعنی که در همون تعلیمات رسول اکرم بودن. این مسئله فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا مسئله عادی نیست. در جوانی توبه کردن نشأه پیامبری است. گر به پیری برسد گبر هم مسلمان می شود. همون شعر وقتی که پیرشی دیگه حرکت کردن نتونست دیگه و پیش اوهو هم میگذارن تری سرشمه جنبونه برای چی برای مزگی جمش کردن بطور اوهو میگذارن میره. مردانگی در آن همین عین جوانی و قدرت و رجولت و مردانگیتون است. و این وقت اگر ما و شما در چاپلوسی و در حرامیت بگذارانیم تو با پیری میشه. گر به پیری برسی ایمان بری یا نبری. مرد بودن لازم، مرد زیستن لازم و مردانه ایستادگی کردن در کار. همه اون چیزی که از جانب الله میشود ما و تو مسلمانیم باید به قضا و قدر الهی ایمان داشته باشیم. نه اینکه یعنی که اون چیزی که برای ما خوب است ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. یکی ترکش نقطش دیگه من ای پاوروت ایرپورت فلان آدم میگم. تو هیچ کس نیستی، من هیچ کس نیستی، یا آدم عادیم، یک برادر کوچک شما. هیچ وقت خودت از هیچ کس بالا نگی و هیچ وقت خودت از هیچ کس بالا نگی. در مقابل هر زورگو مقاومت کردن، در مقابل هر نفری فروتن از خاک پاش پستر شدن. مرد انا همین است. مرد از این دیگر نمیشود. پس به همون خاطر ایستادگری، استقامت در مقابل هر زورگو و ظالمه هر یک نفری ما و شما باید بدانیم و باید کارمون انجام بدیم. این مصیبتایی که با ما و شما رسیده است والله هزار یک مصیبتای به سر رسول اکرم رسیده است نیست. یا الله همین گپی که خواندم هر دقیقه فکرش میکنیم که یگان نفری ما در جای محمد صلی الله علیه و سلم طاقت پیامبر بدن نداشتیم. کدام طاقت پیامبر بدن داشتیم؟ یگان تا طاقت گشنه ماندن، طاقت زن تا به تهمت زنا کردن، طاقت خداوند همه فرزندات در حیاتت بکشه، خداوند یگان بچت نتیه، خداوند هیچ کس وقت شکمی سیره نبینی، همه وقت تحقیر بشه، ولی تو پیامبر باشی. والله یا پیامبر دست میکشی. ببین که چقدر دل بزرگ داشت از پیامبر ما تو. والله قسم هر چی قدر که صلوات میفرستیم از بزرگی او آدم برای ما با صبر و طاقتش در مقابل همه این ظلم هایی که در برابر او انجام دادن صبر کرد تا اینکه حتی اتاه الیقین، تا وقتی مرگ رسول اکرم صبر کرد و شکیبایی ورزید. رسول اکرم از دنیا گذشت، درش رهن در پیش یا یهودی بود. آیا او دعا نمیتونید کرده الله برای من طلا ببار از آسمان؟ ولی دعا کرد نه. چرا؟ رفیق اعلی خواست. من تو چی؟ یک خانه داشته باشم، یک ماشین داشته باشم، 3 زن داشته باشم، شتای پری دلار و طلا داشته باشم، بعد چی؟ ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اون چیزی که نزد من و توست از بین میروند و اون چیزی که نزد الله هست او باقی است. ولی ما برای این عاجله اون چیزی که در آخرت است ترکش کرده ایستیم. مبارزه در راه الله در مقابل رحمان و این شرف است، این مردانگی است، این ایمانداری است. این شخصی هست که اون در راه پیامبرش رفته ایستاده است. نه اینکه ما گپ زده ایم که اون باطل باشد، راهی که ما انتخاب کردیم اون راهی غلط باشد. مرحمت هر کسی که راهی غلطی ما را پیدا کرد، والله قسم اون اگر با ادله استوار اگر صحبت کنه من از این مبارزه دست میبردارم. ولی اگر ما در مبارزمون استوار و حق باشیم، پس بدان که تو هم باید پیروی حق باشی. تو با من نباش، مهم نیست که با من باشی، مهم در مقابل رژیم رحمانوف باش، مهم در مقابل ظالمی که مادر تا حجاب گرفته است و پدر شریش تراشیده است. تو در مقابل شخصی که فرزند تا تعلیم قرآن گرفتن نمیماند باش. تو در مقابل شخصی که شعیره اسلام اذان منع کرده است تو باید باشی. انا این از مردانگی تو، انا این از مردانه زیستن و مردانه مردن تو. ولی وقتی تو با مانند مرد و مانند موش میترسی، حتی بعضش از صحبت کردن میترسن، والله قسم این شرف است برای من که در مقابل رحمان هستم. این شرف است، این عزت است، این دینداری است، این مردانگی است در مقابل یک ظالم ایستادن.
نه اینکه مرغ واره آدم پنهان شوه و فکر کنه که اجل من در دست رحمان است، اجل من در دست الله است. تا وقتی که الله نخواهد من کار نمیشم. و اگر الله، دعای من همیشه همون دعای پیامبر است که اگر حیات برای من خیر باشد الله اون حیات برای من ادامه بده، اگر مرگ برای من بهتر باشد پس مرگ برای من برتر است از اون زندگانی یعنی که خارانه و ذلیلانه. آیا پیامبر تو خارانه و ذلیلانه زندگی کرد؟ نه. آیا بزرگان ما و تو زندگانی خاری را در منطقه هایی که دولت ساختن اختیار کرد یا بالای کوه بابای تو اختیار کرد؟ بالای کوه اختیار کرد. چرا؟ چون که خواست مردانه زندگانی کنه، چون که خواست زن و فرزندش با عفت باشه در بالای کوه خاولینگ، در بالای کوه سر خواستار و در بالای کوه بدخشان. ولی توی که امروز در شهر زندگانی داری به عزتی را اختیار کرده در مقابل یک ظالم، آیا اینه به خودت تو مردی میدونی؟ والله نه. تو پول یافته سی، تو ماشین داری، تو خانه خوب داری، ولی زن و فرزند تا از دست داده سی. زن تا دست داده سی، دختر تا دست داده سی. اونه که تو برای اونا کار میکنی، از سحر ساعت که 8 میبرای ساعت 6 میبرای، او آینده برای تو نه دعا میکنه. او آینده او فرزندای تو فرزنده نیستن که برای تو در دنیا نفع داشته باشن، در آخرت نفع داشته باشن. نجات تو، فلاح تو پس از رفتن رحمان و فضل که تو در خارج هم با سری بلند و در داخل هم با سری بلند زندگانی کرده میتونی. در غیر این حالت عزت تر اختیار نکرده است و تر هم با عزت زندگانی نکرده است. و همون خاطر همه ملت باید آگاه باشد و بداند ما و تو در مقابل یک رژیم خونخوار و ظالم قرار داریم و ما و تو امکانی راهی سوم دیگر نیست. راهی سوم هجرت و خارج زندگانی کردن و انتظاری حتی یاتی الله به امره هست. ولی الله وقتی امرش آورد تو شامل اون امری که الله میاره نیستی. تو کوشش که شامل اون امری که حتی یاتی الله به امره ترم داخل همون امر الله باشی. دعای ما همین باید باشه. ای الله وقتی امر میاری منم شامل همون امرت که. ای الله بیرق آزادی را در دست من بتی. ای الله من در این راهی که هست اگر برای رسیدن حق اون کاری که انجام میتیم تو من کمک بکن ای الله. پس راه ما همین است. دیگر راه جز از مبارزه و مقاومت در مقابل یک رژیم خونخوار دیگر راهی سومی نداریم. راه سوم همین راهی که ما و تو قرار داریم زندگانی، یعنی که نمیدونم خختم دیگه فکر کنیم. یانگا ما نگاه که کودکات نگاه که در اروپا بودگیات، در امریکا بودگیات، خودت فکر که کی دیگه یا با پروستات نگاه که دخترک نگاه که بچه‌ک نگاه که چی فهمی یا بر بپرسش میفهمی چیه چی گپه. تمام ثمره فعال زندگیت یا رحمان رو بربادش داده است. کمپیر تاجیک در امریکا زندگی داره، زنک تاجیک در اروپا زندگی داره، مسافر تاجیک در امریکا گریه کرده گپ زده است از رحمان و لعنت میگرده. ولی من تو که جوان مردیم ما هم شانه خالی خالی کردیم. من تو هم روزی همون کمپیر روزی همون سفید سری موتام است. والله قسم نه اویلم در خطره، نه همسرم در خطره، نه فرزندان در خطره. زندگی بهترین دوران هم 100% که من از عذاب الله میترسم که بگم من الله پرسه تو میتونستی همین کار کرده چرا نکردی؟ چی بگم؟ چی جواب میگم؟ الله یوتیوب مشکستن، الله بلاکش کردن، میگه راه دیگری بود. بله پس چرا نکردی؟ ای الله خلاص بگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. آیا تو یکی از علوم اسلامی آگاهی داری این فکر نکرده؟ من خشتمان دارم من بکشنش، پدر دارم من بکشنش شهید میشوه. مرد بودن در کار، مردانه زندگانی کردن در کار، نه به مانند مرغ سرتخم کردن او کرده گشتن. والله ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. والله ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. از این نعمت ها ما و شما پرسیده میشیم. میتونی بگوی پرسیده نمیشم من استثنام؟ اگر رحمت الله شامل حال موت نباشه نماز روزه ما هیچ فایده نداره. حتی رسول اکرم گفت حتی به نماز روزه منم اگر رحمت الله شامل حال موت نباشه پس نماز و عبادت من هیچ ارزشی نداره. آیا تو فکر داره که به عملهای انجام میتی
رحمت الله جلب کرده به خودت؟ آیا تو فکر داری کاری که تو کرده سعی عمل انجام داده سعی غیبت داری، حقارت داری، دشنام داری، آیا تو رحمت الله به عائله خود جلب کرده سعی؟ بعد 4 سجده که شب میکنی و نماز میخونی همونا به الله منت میکنی؟ لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمنکم ان هداکم للاسلام. منت نکنید الله به این کار، بلکه الله هست که شما را منت میکنه هدایت تو کر به اسلام. ولی آیا تو پایبندی به دینت؟ یک بار خودت فکر که به گپ زد. در غیر این حالت داد زدن جار زدن هیچ کدومی مفسودی ندارد. الله سبحانه و تعالی موفقیت برای ما و شما نصیب و روزی بگرداند. خداوند ما و شما را در راه صراط المستقیم و در راهی که اون راه نهایتش جنات عدن است، الله ما و شما را راهنمون شده باشد و خداوند با موفقیت و پیروزی ما و شما را هر چیز زودتر برساند. واقعا میدونیم راه طولانی شد و خستگی برای تمام مردم، برای تمام آنانی که در این راه هستند، یعنی که خسته کننده شد، ولی راه دیگر جز استقامت، راه دیگر جز مبارزه بردن ما و تو نداریم. پس راهمون وقتی همین است باید ما صادق باشیم در راهمون. گفتم گپی که گفتم سالها پیش وقتی 17,000 تماشا میکرد 18,000 روزی که چند نفرم تماشا کنن همون آمدی قول میگن تغییراتی در من هست نه و تغییراتم نمیشود. چه خیلی بودم همونم و باقی خواهم ماند تا وقتی که رحمانوف از بین نروه. یا من میمرم یا رحمانوف، دیگر راه سومی ندارم. من هر یک مرد باید انمی فکر باشه بکنه، در غیر این صورت امکانی موفقیت موت نیست. به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. من از بیقدری خاری سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشستن ها. و همون خاطر امیدوارم که انشاءالله خداوند موفقیت برای ما و شما نصیب و روزی میگرداند. الله سبحانه و تعالی پیروزی را هر چیز زودتر برای ما انشاءالله که میرساند. خوب بیننده عزیز گرامی، امروز برنامه‌مون تا همین جا بود. انشاءالله که روز یکشنبه هم برنامه‌مون مقرری دیگر ادامه دارد. روز چهارشنبه و روز یکشنبه و برنامه‌های ما تا یگان مشکلاتی ندارد و انشاءالله همین ماه ما در قضیه کارهایی که یعنی که نوارهای دیگرمون در اصلاح تیوی گوگل میگذاریم. انشاءالله که در تلگرام ابونه شد و اون برادرانی که نمیدونن کانال برسانید تا اینکه همین اصلاح لایف است که ما یعنی که برنامه‌های آنلاینی و زنده مونه در بر همین کانال اصلاح لایف برگزار میکنیم. اگر چند برادرای کانالای 100,000 و 150,000 داشتن گفتن همین در اختیارتون بگیره الله برکتتون بده. نگفتم در آغاز برنامه برادرانی که کانالش 150,000 ابونه شده داشت گفتن همین در اختیار اصلاح تمام کلف قلیدش از تو بگی برنامه تا ببر. گفتم سلامت باشی. اصلاح یعنی که الاسلام کان غریبا سیعود کما کان. اصلاح کان غریبا سیعود کما کان. هیچ مشکلی نیست. کلما تنزل ترتفع. پس باید بدونه که همونانی که کانال 20,000 و 50,000 داشتن از بین رفته اونها یعنی که دیگه گفتن مبارزه تا بدونه که اصلاح با یک نفر مبارزه‌اش ادامه میکنه. پس شما در صداقت من در راه مبارزه باید فهمیده باشید که محمد اقبال خریده و فروخته نمیشه. انمینه مزیت و فرقیتی من از افرادی که همتون شاهد میدونید که چی گپ چی خبر است. یعنی من خریده و فروخته نمیشم. با یک نفرم مبارزه میبرم، با 200,000 مبارزه میبرم. یک خیلم یگان فرقیتی وجود ندارد. شخصیت همون شخصیت، راه مبارزه همون راه مبارزه و مقاومت و استواری در مقابل یک رژیم دیکتاتور. تمام. امیدوارم که انشاءالله پیام من به تمام ملت و مردم رسید. هیچ وقت خسته نباشید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هرگز خسته نباشید. شما غالب هستید. اگر مؤمن باشید واقعا غالب میشید. و همون خاطر هیچ وقت فکر نکنید خستگی را. هیچ وقت شما خالی نکنید که دیگر تمام. هیچ چی تمام نشده است. آغاز مرحله جدیدی مبارزه در مقابل رحمانوف شروع شد. آغاز مرحله نوین و تازه در مقابل رحمانوف. خلاص خدا کند که پیام ما به گوش هر یک نفر از
حد این ملت رسیده باشد و حقیقت بدانند. حقیقت دانستن شما برای من شرفه که من توانستم چیزی در داخل تو بود که همون میکوم تو اینکه تو آگاه شای تا حقیقت بفهمی. اگر ناحقی در من دیدی مرحمت برو بنویس بگو همینجا ناحقی تو رحمان و حقیقت ناحقی. من آمادم با گوش کردن. خوب بیننده عزیز و گرامی، انشاءالله که همه خوب می شود. برادر گرامی نوشته است اکا پیش برو ما عقفات. انشاءالله ما هم وقت پیشیم برادر. عادی ترین راه من هست راه جسته سیم کارای انجام داده سیم پیدا شود. تو فکر نکی که محمد اقبال فقط مردی سخنه. والله تو من در پیشت میبینی. تو هیچ وقت من عقفای خودت نمیبینی. من او مردی نیستم که عقفای تو برم. من پیشت میرم. هیچ وقت فکرم نکه که من از رحمان فی خبیث میترسم. رحمان رو من کشچکا میشوه شهید میشم. آیا برای من این ضرره؟ نه. اگر من پیروز شدم زن و مادر و خواهر زن این ملت فایده میکنه. آیا این ضرر است؟ نیست. پس هر دو حالت برای من یک است. هیچ وقت فکر نکه من قفای تو میگریزم. ای من در آدم با پیش میرفتگی نمیبینی تو. هیچ وقت فکر نکه ما تمام این مرحله هایی که گپ زده هستیم از مرحله های او پیش هم دیدگی امزیق نشه. همه حالت زندگی را دیدم من. همه کار را دیدم من. این مرحله قبل از آغاز یک کاری بزرگی که انشاءالله هست. هر کاری که می شود اون به خیر است انشاءالله. خوب بیننده عزیز و گرامی، الله سبحانه و تعالی موفقیت پیروزی را برای ما نصیب روزی بگرداند. خداوند زندانی های بیگناه ما که در زندان های رژیم رحمانوف قرار دارند، الله از زندان های تنگ و تاریک رحمانوف نجاتشون بده و الله سبحانه و تعالی عائله کثیف رحمانوف با این مقامات ظالم و با این مقامات شیطان و با این مقامات بدگوهر رحمانوف که این ملت و مردم از ظلم کردن برای هیچی اگه دیگه اصلاح نیست. در یوتیوب دیگه اصلاح یگان کس نمیبینه. خب با برای چی ظلم میکنن مردم؟ این اگه اصلاح نیست دیگه نمیه. فقط برنامه منبر مهاجر، برنامه زنده دیگه شد دگاگ همون دیگه یگان گپ نیست. بچکار میکرده باشن میبینیم با اوسشم. هر چیزی که الله میکنه به حکمت است. الله تمام مردمی که در ظلم و استبداد این ملت قرار دادگین این ملت، الله اونها را در چشم این ملت به نمایش بگذار تا اینکه خاری و ذلتی که بالای این ملت انجام دادن خار و ذلیل و سرافکنده و رسواشون بگردان. الله همه عزت و شرف برای ملت و مردمی مظلوم تاجیک عنایت کن. الله سبحانه و تعالی مادرانی که در انتظار فرزندان در زندانشون هستند، مادرانی که در انتظار شوهراشون در روسیه و در خارج در هر کجا هستند، الله هر چی تیزتر مادران ما را اشکهاشون از رخساره های زیباشون تازه بکن. ای الله تمام اون ظلمی که این مقامات رحمانوف انجام دادن، خداوند ظلم بر علیه اینها باز بگردان که تو خودت سوی منقلب صاحبش هستی و تو مالک مایی و تو الخالق ما هستی. سوی منقلب به این عائله کثیف و پلید و به این نظام ظالم و فاشیستی که این ملت از ظلم دارد، خداوند به اینها عزت و شرف برای ملت به نمایش بگذار و خاری و ذلت برای این ظالمان هر چیز زودتر عنایت فرما. ما در ماه حرام قرار داریم و در ماه ذوالحجه یکی از ماه‌های بزرگ اسلام که در آن حج و در آن 10 روزی بزرگ سال قرار داشت. اگر چنده در نهایت این ماه هم ما قرار داشته باشیم، خداوند تو با عزت و جلال و شرفت و این بزرگی این ماه بزرگ دعاهای ما مظلومان را قبول بگردان و الله ما را به پیروزی هر چیز زودتر هر چی تیزتر برسان. و ما علینا الا البلاغ المبین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.